بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزارم که بار دیگر این فرصت میسر شد تا در برنامه آن روی سکه در خدمت شما عزیزان باشیم تا با آن روی سکه مذهب ساخته و پرداخته عبدالله ابن سبع یهودی بیشتر آشنا بشیم. مانند قسمت هایی که گذشت در یک سال و تقریبا 3 ماه ما در شروع برنامه کلیپ دروغ آیت الله قزوینی رو پخش میکنیم. مدیر شبکه ولایت سابقا این مژدرم خدمت شما عزیزان بدم که به فضل الله سبحانه و تعالی و بعد از رسوایی های بزرگی که پخش دروغ های این آخوند مکار و حیله‌گر براش به بار آورد و نه تنها در بین اهل سنت شناخته شد این آخوند مکار و دروغگو، بلکه در بین شیعیان هم رسوا شد و حتی سران رژیم در ایران و سازمان تبلیغات اسلامی و اطلاعات رژیم آخوندی که میلیاردها تومان سرمایه گذاری کرده بودند بر روی این شبکه برای تفرقه افکنی و نفاق افکنی، اما الله سبحانه و تعالی با لطف و قدرت خودش این آخوند دروغگو و خیانتکار و جنایتکار تکفیری رو رسوا کرد و فتنه و فسادهایی که به پا انداخت و الحمدلله الله سبحانه و تعالی اونها رو خاموش کرد توسط روشنگری هایی که در شبکه جهانی وصال حق و دیگر شبکه‌های توحیدی صورت گرفت. این آخوند مکار و حیله‌گر مجبور شد که از مدیریت شبکه جهالت یا همون ولایت خودشون استعفا بده که اینم متن نامه‌ای است که در بعضی از سایت‌های شیعه پخش شده و گویا این آخوند از مدیریت این شبکه استعفا داده یا مجبورش کردن به استعفا، چون در مدت زمانی که این شخص مدیریت این شبکه رو به عهده داشت غیر از دروغ و تلبیس و خیانت چیز دیگری به خورد مسلمان ها نداد. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی همونطوری که شر ابوالقاسمی رو دور کرد از این شبکه و مدتی است که مسلمان ها راحت هستن از شر این آخوند شاگرد دروغگو و تلفنچی شبکه ولایت، امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی شر همه این دشمنان دین، دشمنان اسلام، شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی رو از سر امت اسلامی دور بکنه. البته این خبر در بعضی سایت های رسمی و نیمه رسمی شیعه نشر شده، تا هنوز در سایت های رسمی مرتبط با شبکه ولایت در مورد این قضیه چیزی سخنی به میان نیاوردن. به هر صورت ما همچنان به روشنگری خودمون ادامه خواهیم داد و کلیپ های دروغ های این آخوند مکار و حیله‌گر رو پخش خواهیم کرد. اگر دیروز به عنوان مدیر شبکه ولایت دروغاش رو پخش می‌کردیم، امروز به عنوان یک آیت الله دروغگو که نمایندگی از حوزه علمیه قم میکنه و استاد در حوزه و دانشگاه هست و غیر از دروغ و تلبیس و خیانت چیزی دیگری نداره، کلیپاشو پخش خواهیم کرد و همچنین به این راه ادامه میدیم تا وقتی که چه با منصب یا بدون منصب بیاد و از دروغ‌ها و تلبیس‌هایی که کرده معذرت خواهی بکنه. کلیپ یکی از دروغ‌های بزرگ این آخوند حیله‌گر در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه رو با هم می‌بینیم و همچنین بعد از پخش این کلیپ انشالله صحبت‌های مهمی خواهیم داشت در مورد یکی از بینندگانی که هفته گذشته تماس گرفته بود، آقای حمید حیدری، و ایشون میخوان از این دروغ آیت الله قزوینی دفاع بکنن و در هفته گذشته ادعا کردن که ما این کلیپ رو تقطیع کردیم. اول کلیپ رو میبینیم و بعد از اون انشاءالله اگر میسر شد صحبتی با ایشون هم خواهیم داشت در مورد ادعایی که کردن در هفته گذشته و انشاءالله امیدوار هستیم که این برنامه ها و این کلیپ ها سبب این بشه که کسایی که هنوز هم در خواب غفلت هستن بیدار بشن و به راه توحید و یکتاپرستی گام نهند. با هم کلیپ رو ببینیم.
قزوینی مکار و دروغگو و تهمت به شیخ الاسلام ابن تیمیه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب منهاج السنه می‌فرماید اصل مذهب شیعه را منافقین و زنادقه بنیان نهادند، برخلاف دیگر مذاهب اهل بدعت مانند خوارج و مرجعه و وعیدیه و قدریه و غیره. اما این آخوند مکار و حیله‌گر سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می کند که مراد شیخ الاسلام اصل کل مذاهب است، حتی مذاهب اربعه اهل سنت یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. و این در حالی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه چند سطر قبل از جمله‌ای که این آخوند می‌خواند رهبران و سران نه تنها مذاهب اربعه بلکه مذاهب اهل بدعت را نیز زندیق و منافق نمی‌خواند، به استثنای رافضیان. با هم این کلیپ را ببینیم. الجزء السادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد ششم پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیقا ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان و سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب، کاری به شیعه هم نداره، نمیگه مذهب شیعه، مذهب اباضی، کل مذهب، انما ابتدعه زنادقة منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیق ها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بود. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی را استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید آقای جوان حنفی، بفرمایید این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه. جوان عزیز شافعی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقة منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین. حکم زندیق چیه؟ و قاتل ائمة الکفر یا و قاتل الکفار برای شما عرض کنم کافتن. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکمم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک برای شما عرض کنم به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن، اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ گیریم 1000 نفر شیعه، آیا این 5 یا 6,000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70-80 تا مدرسه را ویران کردن، نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن، آخه این در کدام دینی، در کدام مذهبه؟ حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون مرز را که اصلا اینها رفتن اونجا برای مداوای مجروحین، بیچاره ها، بدبخت ها، خب اینها را برداشتن، اینها نابود کردن. آخه اینها به چه همین فتوا. آقا هر کس وهابی نباشد کافره، هر کس وهابی نباشد منافقه، هر کس وهابی نباشد زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه.
یک دفعه میگم خدایا همین دروغی که من گفتم کرم کن، این دروغ من را به 1000 رکعت نماز تبدیل کن، این دروغ من رو به یک زیارت امام حسین، به یک زیارت که مکه مکرمه تبدیل کن. یعنی خدا تبدیل میکنه؟ بله. منهاج السنة النبویه جلد 6 صفحه 302. وليس في الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضة، فإن رؤوس مذهبهم وأئمته الذين ابتدعوه وأسسوه كانوا منافقين زنادقة، كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم، وهذا ظاهر لمن تأمله، بخلاف قول الخوارج، فإنه كان عن جهل بالتأول القرآن وغلو في تعظيم الذنوب، وكذلك قول الوعيدية والقدرية كان عن تعظيم الذنوب، وكذلك قول المرجئة كان أصل مقصودهم نفي التكفير عن من صدق الرسل. ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها لم يقل أحد أنهم زنادقة منافقون، بخلاف الرافضة، فإن رؤوسهم كانوا كذلك، مع أن كثيرا منهم ليسوا منافقين ولا كفارا، بل بعضهم له إيمان وعمل صالح، ومنهم من هو مخطئ يغفر له خطاياه، ومنهم من هو صاحب ذنب يرجى له مغفرة الله، لكن الجهل بمعنى القرآن والحديث شامل لهم كلهم، فليس فيهم إمام من أئمة المسلمين في العلم والدين، وأصل المذهب إنما ابتدعه زنادقة منافقون مرادهم إفساد دين الإسلام. در میان فرقه ها هیچ فرقه‌ای مانند روافض راستی را تکذیب و دروغ را تصدیق نمی کنند، چرا که سران و رهبرانی که این مذهب را درست کردند همان گونه که بسیاری از اهل علم گفتند عده‌ای منافق زندیق بودند، و این مسئله برای کسی که بیندیشد واضح و آشکار است، برخلاف خوارج که اساس مذهب آنها از روی جهالت و نادانی به تأویل قرآن و غلو و زیادروی در بزرگ دانستن گناهان بود، و همچنین مشکل وعیدیه و قدریه از روی زیادروی در بزرگ دانستن گناهان بود، و همچنین مرجئه اصل مذهب آنها نفی تکفیر از کسانی بود که دعوت پیامبران را تصدیق کردند. به همین علت کسی رهبرانی که این مذهب را اختراع کردند زندیق و منافق نخوانده است، برخلاف رافضه که رهبرانشان چنین بودند. با وجود این که بسیاری از آنان منافق و کافر نیستند، بلکه برخی از آنان ایمان و عمل صالح دارند و برخی دیگر اشتباهاتی انجام می‌دهند که بخشیده می‌شود، و برخی دیگر لغزش‌هایی دارند که امید از خداوند آنان را ببخشاید، اما جهل و نادانی به قرآن و حدیث شامل همه آنان می‌شود و آنان هیچ امامی در میان مسلمانان ندارند و اصل مذهب را عده‌ای زندیق منافق به قصد فاسد کردن دین اسلام ساختند. بینندگان عزیز، آنچه از سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مشخص است این است که ایشان پایه‌گذاران مذاهب مبتدعی چون خوارج و قدریه و وعیدیه و مرجئه را منافق و زندیق نمی‌داند تا چه برسد به مذاهب چهارگانه اهل سنت، بلکه پایه‌گذاران مذهب رافضه را جزو منافقین و زنادقه می‌داند. اما آخوند قزوینی طبق عادت دیرینه خود سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می‌کند که ابن تیمیه ائمه اربعه را منافق و زندیق دانسته، و عجیبتر این که بر پایه این اصل دروغی که بنا نهاده نتیجه گیری می‌کند ابن تیمیه فتوای قتل اهل سنت را داده است. به راستی ابلیس بایستی نزد این آخوند تعلیم ببیند. اما دیدگاه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد ائمه اربعه چیست؟ ایشان در فتاوای خود بیش از 400 مورد اتفاق ائمه چهارگانه اهل سنت ابو حنیفه، مالک و شافعی و احمد را نقل می کند و در صدها مورد فتاوای آنان را به صورت انفرادی ذکر می کند و بسیاری از اقوال را به علت مخالفت با ائمه مسلمین و از جمله ائمه اربعه مردود می داند. برای مثال در مجموع الفتاوا جلد 7 صفحه 402 می گوید
من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب. از رحمت الله به بندگان مسلمانش این است که امامانی که نام نیک در میان امت دارند مانند ائمه اربعه و دیگران مانند مالک و ثوری و اوزاعی و لیث بن سعد و شافعی و احمد و اسحاق و ابو عبید و ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد مخالف اقوال جهمیه در مسئله قرآن و ایمان و صفات پروردگار بودند. اونی که دروغ میگه معلومه اول ما خلق الله مشکل داره. اینها به طور دروغ میگن، شیطان به دروغ اینها احتیاج داره. شیطان به دروغ اینها احتیاج داره. باید قضاوت کنند. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. در هفته‌ای که گذشت یکی از بینندگان ما آقای حیدری، حمید حیدری، پیامی فرستادن بعد از برنامه که من پیام ها و جواب هایی که رد و بدل شده رو خدمت شما عزیزان میخونم و انشالله بعد از اون صحبتی هم با ایشون خواهیم داشت. امیدوارم که بیننده برنامه ما باشن. احمد جان اگر نشون بدین صفحه رو. ایشون در اینجا نوشتن که السلام علیکم و رحمت الله، البته و رحمت الله شما میگم. جناب انصاری، حمید حیدری هستم که در برنامه نوستگی تماس گرفتم و کلیپ آیت الله قزوینی رو پخش کردم براتون. با توجه به اینکه قرار شد در برنامه هفته آینده بحث رو ادامه بدیم و مشخص کنیم که چه کسی درست میگفت و چه کسی اشتباه میکرد، ازتون خواهش میکنم هماهنگی رو همینجا انجام بدید که مشکلی پیش نیاد. دو مسئله کلی هم بیشتر وجود ندارد که نیازی به هماهنگی نداره. اول اینکه ترتیب اتخاذ کنید که من بتونم ابتدای برنامه وصل بشم، چون تماس با برنامه شما به شدت سخته و همین هفتم از ابتدای برنامه شما رو گرفتم تا نهایتا در آخر برنامه وصل شدم. لطفاً یا شما با من تماس بگیرید یا اینکه شماره اختصاصی اعلام کنید که من باهاتون بتونم راحت تماس بگیرم. نکته دوم این که شما در برنامه این هفته گفتید حاضرید به عنوان مدیر بسر اگر لازم باشه حتی 2 ساعت وقت در اختیار من قرار بدید تا ثابت بکنم که کلیپی که پخش کردم مربوط به همان برنامه هست که قضیه اصل مذهب در آن نداره. حمید جان ببینید اینجا من کلیپ شما رو دارم. در هفته گذشته صحبت ما بر این شد که شما ثابت بکنید که ما کلیپ رو تقطیع کردیم، قطع و برید کردیم. آقای قزوینی چیز دیگری گفته، ما چیز دیگری پخش کردیم، یا که ادامه کلیپ ایشون که مرتبط با همین موضوع بوده رو ما پخش نکردیم. به این میگن قطع و برید، به این میگن تقطیع. شما ما رو متهم کردید. در هر تماس، در هر برنامه شما و دیگر هواداران و شاگردان قزوینی حرفتون همینه که کلیپ تقطیع شده. قزوینی میگه تقطیع شده، ابوالقاسمی میگه تقطیع شده، یزدانی میگه تقطیع شده، روستایی میگه تقطیع شده. خب بابا جان پخش کنید ادامه کلیپ تقطیع شده رو. کجاش تقطیع شده؟ در کجا ما حرف ایشون رو وارونه جلوه دادیم؟ تقطیع شدن کلیپ به این معنیه که شما مثلا یک قسمتی از حرفای من که مرتبط با یک موضوع باشه اون رو حذف بکنید تا قضیه رو وارونه به بیننده نسبت بدید. بحث ما با شما این است که شما از این دروغ قزوینی میخواستید دفاع بکنید. همه بینندگان هم شاهد هستن.
و این روش حاشیه روی، روش خارج شدن از اصل موضوع، نپرداختن به محل نزاع. یکی از مشکلات ما با شما شیعیان اینه که وقتی میخواید در مورد یک موضوع بحث بکنید، محل نزاع رو میذارید کنار، میپردازید مثل ابوالقاسمی که نمیدونم الف و لام عهد است و فلان است و این است و اون است و قضایا را انداختن این بر اون بر که ذهن بیننده رو از اصل دروغی که قزوینی گفته دور بسازن. اما اینجا شما گفتید که ثابت کنیم که کلیپی که پخش کردم مربوط به همان برنامه است. این موضوع ما این نیست. حالا من کلیپ تو پخش می‌کنم. موضوع ما این است که شما باید از دروغی که قزوینی گفته در مورد اصل المذهب و گفته که منظور ابن تیمیه اصل مذاهب اهل سنت است، از این موضوع دفاع کنید. به هر صورت و شما کلیپش رو به گفته خودتون بیش از 1 سال دارید و پخش می‌کنید. به همین دلیل خواهش می‌کنم همینجا قبل شروع برنامه در مورد تنظیم وقت هماهنگ بفرمایید و بگید که چقدر وقت در اختیار من می‌گذارید و به چه صورت تایم چند دقیقه‌ای. مسئله بسیار مهمه، چرا که سابقه تماس‌های من با شما نشون میده که علیرغم اینکه من مدت زیادی روی خط بودم متأسفانه وقت بسیار اندکی در اختیارم قرار گرفته تا صحبت کنم. فلذا خواهش می‌کنم این قضیه رو مشخص کنید که در برنامه زنده نیازی به چانه زدن و تلف نمودن وقت در این موضوع نباشه. منتظر جوابتون هستم. جوابی که من فرستادم برایشون، دوست عزیز علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوست عزیز جناب آقای حیدری، لطفاً کلیپ ویدیویی که ادعا کردید که از کلیپ اصلی تقطیع شده بفرستید و ما هم کلیپ اصلی رو پخش می‌کنیم و به شما وقت کافی برای توضیح مطلب خواهیم داد و قضاوت رو می‌گذاریم به بینندگان. موفق باشید. جواب ایشون: با تشکر از پاسخگویی از عالی جناب انصاری بزرگوار، ارسال کلیپ واسه بنده قطعاً شرط لازم برای شکل گرفتن این بحث میباشد و در صورتی که من کلیپ ارسال ننمایم مشخص خواهد شد که از ابتدا دروغ گفتم و حق با شما بوده و بحث به خودی خود با اثبات حقانیت شما به پایان خواهد رسید. فلذا بنده حداقل تا 24 ساعت قبلش روی برنامه کلیپ رو ارسال خواهم کرد. اما کماکان اصرار دارم که دقیقاً مشخص بفرمایید چه میزان وقت در اختیار بنده خواهید گذاشت. عبارت وقت کافی در اختیارتان خواهیم گذاشت مجبور و با عنایت به تماس‌های قبلی بنده باشم متأسفانه غیر قابل اعتماد است. دوستان میدونن که کسی که بخواد علمی بحث بکنه در مورد موضوع، در مورد محل نزاع صحبت بکنه، من گفتم حاضرم که نه 1 ساعت نه 2 ساعت 3 ساعت الان از همین بعد از انتهای صحبتمون با آقای حیدری هر کسی که میخواد یا خود آقای حیدری بخواد تا آخر برنامه من حاضرم در مورد کلیپ دروغ قزوینی، در مورد اصل المذهب که تهمت زده به ابن تیمیه که میگه سران مذاهب اهل سنت ایشون کافر و زندگی میدونه، من حاضرم بحث بکنم. اما یکی بیاد بپردازه به موضوعات جانبی، بره مثلا 10 دقیقه آینده یا 10 دقیقه قبل یا در برنامه فلان، نه اینطوری آوردن از کتاب فلان، این چیزا به درد نمیخوره، این حاشیه روی است. به هر صورت همین تماس اخیر من کردم که 20 دقیقه روی خط بودم، کمتر از 2 دقیقه مجال یافتم. خب بینندگان خودشون شاهد هستن. پس مجددا خواهش میکنم وقتی در اختیار من قرار خواهد گرفت مشروط به ارسال کلیپ و همینطور نحوه تماس من با شما رو مشخص کنید. در غیر این صورت متوجه خواهم شد که شما علیرغم قسم‌های متعددی که در برنامه هفته قبل زبانجویی کردید به حقانیت گفته‌های خودتون باور نداشته و به این جهت علاقه به ادامه بحث ندارید. همچنین جهت سهولت خب گفتن که آیدیشون رو فرستادن که من نمیخوام پخش بشه. بعد جواب دادم که علیکم السلام دوست عزیز جناب حیدری، اگر جناب شما همان قسمتی که فرمودید تقطیع شده را کامل بفرستید، یعنی کلیپی که وصال پخش کرده با قسمت‌هایی که تقطیع شده، من به شما 5 دقیقه وقت خواهم داد که در موردش توضیح بدهید. سپس من در 5 دقیقه جواب شما را خواهم داد و اگر بحث در مورد همین کلیپ دروغ آیت قزوینی در مورد اصل المذهب ادامه پیدا کند، به همین شکل به شما وقت داده خواهد شد ان شاء الله. به نظر من بهترین راه تماس اسکایپ با تصویر تشریف بیاورید. لطفاً آیدی خود را بفرستید. شروط این بحث: فقط در مورد اصل المذهب و دروغ به ابن تیمیه صحبت نمایید. دوم، توهین و اهانت ممنوع. سوم، بحث علمی و منطقی. مهمترین موضوع برای من التزام شما به محل نزاع و عدم حاشیه روی و خارج شدن از بحث می باشد و در صورت التزام به این مورد وقت کافی به شما خواهیم داد و هرگز به وسط صحبت‌های شما مداخله نخواهم کرد و دوست دارم بحث دوستانه و با ادب و احترام باشد. هدف ما رسیدن به حق است. تشکر فراوان از شما. الله متعال همه ما را به راه راست هدایت نماید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جواب ایشون: با تشکر از پاسخگویی مجدد، بنده کلیپ کامل برنامه ابن قزوینی که شما پیش از 1 سال است آن را تحت عنوان کلیپ اصل مذهب پخش می‌کنید خدمتتان ارسال می‌کنم. علاوه بر این کلیپ لینک این برنامه از آرشیو شبکه ولایت را نیز خدمتتان ارسال می‌کنم تا جای هیچ
اما و اگری باقی نماند. اما توضیحات لازم مستند این برنامه کلیپ ارسالی. در این برنامه هم قسمتی که شما مدت هاست پخش میکنید موجود است و هم قسمت مورد اشاره بنده که در برنامه هفته قبل پخش کردم، ولی از اتالی چندین بار قسم یاد نمودید که کلیپ پخش شده از سوی بنده مربوط به این برنامه نبوده و بنده دروغ میگویم و کلیپی را که مربوط به برنامه 6 ماه بعد از این برنامه باشد را پخش کردم. کلیپی که شما طی بیش از 1 سال پخش کردید دقایق 20 تا 24 همین برنامه باشد که کلیپ و لینک آن را برایتان ارسال کردم و کلیپ مورد اشاره من که در برنامه هفته قبل شما پخش کردم دقیقه 27 این برنامه باشد، یعنی تنها 3 دقیقه بعد از کلیپ شما که بیش از 1 سال است پخش میکنید. فی الواقع اگر شما 3 تا 6 دقیقه بعد از قسمتی از برنامه آیت الله قزوینی که هر هفته پخش میکنید را پخش کرده و روی آنتن ببرید، همه چیز مشخص شده و نیاز به هیچ توضیح بیشتری نخواهد بود. گمان میکنم توضیحات بنده ولی اینکه کلیپ ارسالی همه چیز را مشخص میکند و قطعا با دیدن این کلیپ توضیحات خواهید پذیرفت که بنده در برنامه هفته قبل دروغ نگفتم و شما متاسفانه چندین بار قسم نادرست بر زبان جاری ساختید که امیدوارم در برنامه این هفته این مطلب را در برابر بینندگان محترم روشن سازید. اما در مورد نحوه ارتباط بنده به برنامه شما باید عرض کنم که امکان تماس تصویری با اسکایپ موجود نمی باشد، فلذا باید کما فی سابق از طریق تلفن مزاحم شما شم. شماره اصلی بنده که مربوط به اپراتور همراه اول می باشد مدت هاست توسط شما بلاک شده. این شماره رو براتون ارسال می کنم تا در صورت امکان آن را از بلاک خارج کنید و بتوانم با همان شماره با شما تماس بگیرم. احمد جان شماره‌شون رو پخش نکنید. من استفسار کردم از دوستان، هیچ شماره‌ای فعلا در بلاک نیست. همه کسانی که قبلا حتی اونایی که فوش هم دادن شماره‌شون بلاک نیست و شما میتونید با هر شماره‌ای که بخواهید میتونید تماس بگیرید و صحبت کنید. در آخرم نوشتن که در صورتی که امکان خروج شماره از بلاک موجود نیست همینجا یا در تلگرام اطلاع دهید که شماره دیگر را خدمتتون ارسال کنم. همونطوری که عرض کردم شماره شما بلاک نیست، میتونید با هر شماره تماس بگیرید، حتی با شماره که هفته گذشته زنگ زدید. با امید روشن شدن حقیقت، فی امان الله. اینم از آخرین پیام ایشون هست و جواب من رو ببینید دوستان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوست عزیز جناب حیدری، شما در برنامه فرمودید که ما کلیپ اصل المذهب را قطع و برید نمودیم، اما آنچه در دقیقه 27 کلیپ ذکر می شود دروغ و تهمت دیگری است بر شیخ الاسلام ابن تیمیه به تلبیس واضح از آیت الله قزوینی که من در چندین برنامه جواب دادم، پس ربطی به کلیپی که ما پخش کردیم نداشته و موضوع دیگری است که امشب انشاءالله یک بار دیگر جواب خواهم داد. لطفاً پایبند به موضوع باشید. دروغ آیت الله قزوینی در مورد اصل المذهب و تهمت به شیخ الاسلام ابن تیمیه. موفق باشید. جواب ایشون جناب منصور عزیزی در برنامه هفته قبل زمانی که من دقیقه 27 این کلیپ را براتون پخش کردم در پاسخ چند بار با لفظ جلال قسم یاد کردید که کلیپ پخش شده از سوی من مربوط به این برنامه که شما کلیپ اصل المذهب را از آن بریدید و پخش میکنید نه این باشد و تعدی فرمودید که حاضر هستید که 2 ساعت وقت در اختیار من بگذارید تا ثابت کنم که کلیپ پخش شده از سوی من مربوط به همان برنامه است و نه آنگونه که شما مدعی بودید مربوط به برنامه 6 ماه بعد از آن. اگر اکنون از موضوع پیشین خود عدول کرده اید و قبول فرمودید که کلیپ پخش شده از سوی من مربوط به همان برنامه بوده و من دروغ نگفتم و در مقابل متاسفانه شما به شکل عجولانه چندین بار قسم جلاله نادرست خوردید، لطفاً همین را در برنامه امشب اعلام کنید که در این قضیه شما اشتباه کردید و حق با من بوده است. اما نکته‌ای که اکنون شما به سراغ آن رفتید بحث ثانوی است و نه بحث ابتدایی. جالب، خیلی خنده داره. من هفته گذشته ایشون وقتی که تماس گرفت میخواست موضوعی رو مطرح بکنه، گفتم که در مورد کلیپ دروغ آیت الله قزوینی صحبت بکنید. ایشون فرمودن که شما کلیپ رو قطع و برید کردید، تقطیع کردید. خب اصل موضوع اینه که کلیپ دروغ آیت الله قزوینی رو شما میخواید پاسخ بدید. و در مورد مناقشه من و شما در برنامه هفته قبل طبق قرار قبلی ابتدا شما باید 5 دقیقه وقت در اختیار من بگذارید تا ثابت کنم که کلیپ پخش شده از سوی بنده در هفته قبل مربوط به همین برنامه مورد نظر بوده و دروغ نگفتم و بعد از رفع اشکال و مناقشه در این زمینه سراغ بحث ثانوی خواهیم رفت. در صورتی که شما به اشتباه خود اقرار فرمایید و تکلیف چندین مرتبه قسمی که خورید روشن کنید، بنده هم حاضر به ادامه بحث هستم و در غیر این صورت با روشن شدن عدم استداقت شما بحثی شکل نخواهد گرفت. لطفاً در مورد
خروج شماره بنده از براک هم اقدار لازم مبذول فرمایید و نتیجه را به حقیر اعلام نمایید. با تشکر از حضرت عالی. این آخرین پیام بود که دیگه لحظاتی قبل از برنامه بود و من نتونستم که پاسخ بدم که الان خوندم اینجا پاسخ به ایشون میدم که اولا من قسم خوردم که کلیپی که شما دارید پخش میکنید مربوط به جوابی است که تقریبا 6 ماه بعد از فشارهایی که بر آیت الله قزوینی وارد شد، تماس‌های بینندگان از طرف ابوالقاسمی در یکی از برنامه‌ها پخش شد و من بعد از اون برنامه در سه‌شنبه‌ای که برنامه داشتم جواب مفصل بهش دادم. این کلیپی که شما بهش اشاره می‌کنید دقیقه 27م ربطی به کلیپ که ما پخش کردیم نداره. اصلا کلیپی که ما پخش کردیم دروغشون در مورد اصل المذهب است در کتاب منهاج السنه جلد 6 صفحه 303 و دروغشون هم اینه که میگن که شیخ الاسلام ابن تیمیه اصل مذاهب اهل سنت رو کفر و زندقه میدونه، سران مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونه، پیروان مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونه. ایشون دقیقاً نام میگیره، آی شافعی یا های انبلی یا های حنفی یا های مالکی، ببینید که اینا در مورد شما چی میگن. اما چیزی که شما میخواید بهش اشاره بکنید که در همون برنامه هم هست و در برنامه‌های دیگر هم هست، مسئله کلاً جداگانه است، اصلا ربطی به کتاب منهاج السنه نداره. از یک کتاب دیگه از شیخ الاسلام ابن تیمیه یک دروغ دیگری رو ایشون بهش اشاره میکنه که من انشالله در همین برنامه ثابت خواهم کرد که ما کلیپ رو کامل پخش کردیم و به همون دروغ دومی ایشون هم جواب دادیم و به کلیپ دروغ ابوالقاسمی که میگه که شما کلیپ رو تخطی کردین، چون حرفی که شما میزنید برگرفته شده از برنامه ابوالقاسمی است که 6 ماه بعد از پخش کلیپ ما ایشون پاسخ داد. به خاطر همین من قسم خوردم و بازم میخورم که کلیپی که شما پخش کردید و ادعا کردید که ما تخطی کردیم، کلیپی است که ابوالقاسمی پخش کرده 6 ماه بعد از برنامه. بر صورت از همین الان آقای حمید حیدری، ما تا هنوز هیچ شماره اعلان نکردیم، به همون شماره‌ای که هفته گذشته تماس گرفته بودید میتونید زنگ بزنید، من انشالله شما رو وصل میکنم و محل نزاع، موضوع مورد بحث ما دروغ آیت الله قزوینی در مورد اصل المذهب هست که ایشون ادعا میکنه که سران مذاهب اهل سنت رو شیخ الاسلام ابن تیمیه کافر و زندیق میدونه. و اگر میخواهید که به موضوع دومی که بهش اشاره کردید به اونم بپردازید، هیچ مشکلی نداریم، دقیقه 27 به بعد رو پخش بکنید و به اون کلیپ هم پاسخ بدید. در اونجا هم قزوینی دروغ میگه، هم به ما دروغ میگه و هم به خودش دروغ میبنده و هم اون قسمت رو تحریف میکنه و بهش نمیپردازه. ما منتظر تماس ایشون هستیم. اما تا موقعی که آقای حیدری بتونه خودش رو جمع جور بکنه و تماس بگیره، من کلیپی رو پخش میکنم که ایشون ادعا کردن که ما تقطیع کردیم. بله. ما همچنین منتظر تماس آقای حمید حیدری هستیم. امیدوار هستیم که ایشون زنگ بزنن و در مورد مطلبی که روش اتفاق کرده بودیم که در مورد دروغ آیت الله قزوینی صحبت بکنن. انشالله 5 دقیقه من بهشون وقت خواهم داد که ایشون صحبت بکنن و بعد از اون من 5 دقیقه صحبت میکنم و اگر که به همون شروطی که من خدمتشون فرستادم ملتزم بودند، انشالله بحث ادامه خواهد داشت و الا در صورتی که به مسائل جانبی بپردازن معنیش این است که ایشون حرفی برای گفتن نداره. دوستان عزیز، این برنامه است که تقریباً در تاریخ 3/7/2016 این برنامه پخش شده. من از اولش خدمتون پخش بکنم. بچه‌های اتاق فرمان، هم برای بچه‌هایی که پشت دوربین ها هستن، صدا بردار و عوامل فنی و همه دست به دست هم اومدیم یک شب دیگه به خونه‌های شما تا شروع برنامه است.
از دقیقه 16 من شروع میکنم. تقاضا میکنم این رو از جوانهای عزیز اهل سنت، از علمای بزرگوار اهل سنت، دانشجویان اهل سنت، طلبه های جوان اهل سنت. ما معمولا صفحه کتاب رو اینجا نشان میدیم و اینها برن ببینن، اگرم قبول ندارن این رو. غالب این کتاب ها الان در اینترنت هم نباشه در نرم افزارهای علوم اسلامی این کتاب ها هست. ببینن این واقعا مطالبی که ما داریم نقل میکنیم واقعیت داره یا دروغه. اگر دروغ بزرگواری کنن بیان روی خط بگن فلان این حرفایی که شما زدید این دروغ بوده، و اگر واقعا راست هست یه مقداری فکر بکنن قبل از آنکه خودشون و خانوادهشون گرفتار این فتنه و این پلیدی بشود، خلاصه به فکر باشن. ببینید این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه حرانی هست. عزیزان دقت کنن، اگر اتاق فرمان مشکلی ندارن مانیتور من رو محبت بکنن. ببینید این کتاب منهاج السنه لابن تیمیه الجزء السادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد ششم پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیق هم ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب، کاری به شیعه هم نداره. نمیگه مذهب شیعه، مذهب اباضی، کل مذهب. انما ابتدعه زنادقه منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیق ها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بوده. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی را استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید آقای جوان حنفی، بفرمایید این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه. جوان عزیز شافعی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقه منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین. حکم زندیق چیه؟ و قاتل ائمه الکفر یا و قاتل الکفار برای شما عرض کنم کافتن. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکم هم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک برای شما عرض کنم به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن. اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ گیریم 1000 نفر شیعه. آیا این 5 یا 6,000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70-80 تا مدرسه را ویران کردن، نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن. آخه این در کدام دینی، در کدام مذهبه؟ حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون مرز را که اصلا اینها رفتن اونجا برای مداوای مجروحین، بیچاره ها، بدبخت ها، خب اینها را برداشتن، اینها نابود کردن. آخه اینها به چه همین فتوا. آقا هر کس وهابی نباشد کافره.
هر کس وهابی نباشد منافقه، هر کس وهابی نباشد زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه. یا شما ببینید این کتاب. بله دوستان عزیز، تا این قسمت قضیه اصل المذهب بود، دروغی که در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه و صحبت هایی که بعد از این میشه هیچ ربطی به اون کلیپ نداره، بلکه دروغی جداگانه از کتاب دیگری است. به اسم چی؟ دوستان نشون بدن. مجموع فتاوا. اونجا چی بود؟ کتاب منهاج السنه. روش تدریس و دروغگویی این آخوند رو که میدونید، یک حدیثی رو میاره از یک جا، روایتی رو میاره از یک کتاب دیگه، بعد یک سندی رو میاره از یک کتاب، بخشی رو میاره از یک کتاب، شرحی رو میاره از یک کتاب، همه اینا رو به هم دیگه میچسبونه، یک شلغم شوربای دروغی درست میکنه، به خورد بیننده‌هاشون میده. خب اونایی که نشستن زیر پای شبکه ولایت، اکثرشون از شیعیانی که مثلا حمید آقا و امثال اینها، کسانی هستن که هم سوره حمد رو اگر بگید درست حسابی بخون و ترجمه بکن بلد نیستن، چه برسه به متون عربی و به اسمای کتاب‌ها و به اعتقادات مؤلفین و غیره. در صورت این بحث دیگری است، کلا دروغ دیگری در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه از کتاب مجموع فتاوا که من در برنامه‌های متعددی صحبت کردم در موردش و پخش شده، کلیپاش بارها دیدید. اینجا ببینید که اینجا یک دروغی رو میگه که من جواب دادم تقریبا 1 سال قبل، 8 ماه قبل، 6 ماه قبل، اما امثال حمید جان و دیگر دوستان ندیدن. یک بار دیگه با هم ببینیم. کتاب مجموع فتاوای ابن تیمیه هست، جلد 22. شما همین رو در نرم افزارهای علوم اسلامی هم بیارید. من الان همین عبارت ابن تیمیه‌ای که ما آوردیم، دوستان بزرگواری کنید. الان ببینید این تعبیری که من آوردم از ابن تیمیه، ابتدعه زنادقون. الان من میزنم در این نرم افزاری که مربوط به اهل سنته. ببینید اینجا چه میاد. ابتدعه زنادقتو. ببینید برادر بزرگوارم، اینها بفرمایید. این هم کتاب منهاج السنه جلد 6 صفحه 303. و اصل المذهب انما ابتداه زنادقة منافقون مراد و مفساد الاسلام. اون اصل کتاب ما نشان دادیم. این هم نرم افزار. این هم که نرم افزار برادر عزیز من. دیگه آیا حجت تمامه یا نه؟ دوباره نیاز هست که ما بیش از این براتون توضیح بدیم. یا این تعبیر دیگری که ایشون دارد در اینجا، این مجموعه فتاوای ابن تیمیه هست، جلد چندم؟ جلد 22. بفرمایید کجا چاپ شده؟ خادم الحرمین، که خائن الحرمین بودن، اینها ثابت کردن خائن الحرمینن به بهانه این که دارن حرمین شریفین رو ایران و نمیدونم حوثی‌ها میخوان ویران کنن. یک سری از این خلاصه علقه مزغه های برای شما عرض کنم کشورهای عربی رو تحریک کردن که به قول خودشون ائتلاف کنن. بنا بود اینها در 2 روز 3 روز قضیه یمن رو تمام کنن. الان نزدیک 10 ماه 11 ماه اینها برای شما عرض کنم به تعبیر رهبری پوزشون به خاک مالیده شد و داره به خاکم مالیده می شود. حالا به قول کجای کاره، حالا انشالله به قول صدای مختب کوانشون بعداً روشن میشه. این جلد 22 هست در مملکت العربیت سعودیه که همون حجاز بود که اینها لامذهب ها و بیدین ها آمدن حجاز رو تبدیل کردن به العربیت سعودیه. این هم جلد 22 صفحه 248. کمن یتعصب لمالک او الشافعی او احمد او ابی حنیفه. اگر اونجا آقایان یه شبهه‌ای داشتن که اصل المذهب ابتدعه زنادقة منافقون، شاید بگن آقا ایشون آمده اونجا مثلا مرادش مذهب‌های باطل بوده.
هرگز این چنین نیست. اونجا منظور شیخ الاسلام ابن تیمیه مذاهب باطل نیست، اونجا منظورش مذهب رافضه‌گری است، مذهب شیعه اثناعشری. و اینجام دروغ میگه، این یک دروغش. دیگر این که دیگه داره نام میبره، از مالک نام برده، از شافعی نام برده، از احمد نام میبره، از ابو حنیفه نام میبره. من سوال میکنم ای جوان عزیز حنفی، ای جوان عزیز شافعی، شما چرا میگی من شافعی هستم؟ اینجا بازی کردن با احساسات شافعی و مذهبی، حنفی و مالکی و مذاهبی و فلان اینا هست که میخواد از احساسات اونها سوء استفاده بکنه. آقا حمید رو خط هستن، لطفاً رو خط تشریف داشته باشید تا که صحبت‌های ایشون تمام بشه تا اون محل شاهدی که شما بهش اشاره کردید. احمد جان، حمید رو خطه؟ اوکی. چرا میگی من حنفی هستم؟ یا آقا چون به نظر من نظر آقای امام شافعی ینبغی ابتداء اتباع، من عقیده دارم که آقای امام شافعی شایسته است از او تبعیت بشه. آقای امام شافعی آدمی است که من باید از او تقلید کنم. یا عزیز حنفی، شما چرا خودت میگی من حنفی هستم شافعی نیستم؟ چون معتقدی که نظریه امام ابو حنیفه شایسته است برای تبعیت. خب ایشون چه داره میگه؟ میگه اگر کسی بگه مثلا فلان امام شافعی قولش ینبغی اتباعه، شایسته است از او تبعیت کردن، نمیگه واجبه ها، شایسته است. خب این عقیده هر شافعیه، هر مالکیه، هر حنفیه، هر حنبلیه. میگه اگر کسی بگه مثلا آقا امام شافعی شایسته است برای تقلید کردن، برای تبعیت کردن، خب هر کس همچه کاری بکنه نتیجهش چیه؟ بفرمایید. فمن فعل هذا کان جاهلا ضالا بل قد یکون کافرا، بلکه کافر هم هست. یجب ان یستتاب، باید توبش داد زیر شمشیر. آقا چرا شما داری میگی شافعی باید، امام شافعی شایسته است تبعیت کردن؟ باید همین حرف رو، چرا امام شافعی شایسته است که باید تبعیت کردن؟ شایسته تبعیت یا قضیه تبعیت نیست در اینجا. من بارها اینو خدمتتون عرض کردم که حالا باز انشاءالله صحبت خواهم کرد در این مورد. اینجا موضوع چیز دیگه است، اما این آخوند همون قسمتی رو که خودش دوست داره قطع و برید میکنه و دروغ میبنده. و من قسم میخورم که در این مطلبی که نشون میده ابن تیمیه کسانی رو که متابعت میکنن از مذاهب مختلف، اونها رو تکفیر نمیکنه، اونها رو جاهل نمیدونه، نمیگه که اونها باید توبه بکنن، نمیگه که اونها کافر هستن، نمیگه که اونها رو باید کشت. موضوع چیز دیگری است که شاید بعضی از بینندگانی که با ادبیات عربی آشنایی دارن متوجه شده باشن، متن رو خونده باشن که این آخوند نمیخونه، اون قسمت‌های خاص رو میخونه و اشتباه ترجمه میکنه. توبه کنی، استغفار کنی. اگر توبه نکرد و الا قتل، باید کشته بشه. خب برادر عزیزم، خواهر گرامم، یه مقداری گوشت رو باز کن. جوان عزیزی که فریب وهابی رو خوردی، بزرگواری کن، آقایی کن. برای یک لحظه هم که شده این متن را خوب دقت کن. این رو ما آوردیم. اجازه بدید من همین تعبیر رو بیارم برای شما عرض کنم از نرم افزار الجامع الکبیر هم نشان بدم. بفرمایید. من می نویسم کمن یتعصب لمالک. ببینید عزیز من، برای اینکه قضیه کمن یتعصب لمالک، بفرمایید برادر بزرگوارم که این برای شما عرض کنم. یه بار دیگه استاد بزنی زارم. بله. یتعصب لمالک. ببین برادر بزرگوارم ایشون چی میاد؟ بفرمایید.
مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 22 بفرمایید. عزیزان این چیز رو درست کنن، آدرس رو. مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 22 صفحه 248. خب عبارتش چیه؟ کمن یتعصب لمالک. اینجا ادامه قبلش رو نمیخونه که چی گفته شیخ الاسلام ابن تیمیه، بعد همون قسمتش رو میخونه و اشتباه هم ترجمه و شرح میکنه تا مردم رو فریب بده. الان میریم رو خط و آقای حمید از حمید حیدری که هفته گذشته هم تماس گرفته بودن، ایشون 5 دقیقه بهشون وقت میدیم که در مورد این کلیپ صحبت بکنن که کجای صحبت‌های آیت الله قزوینی در کلیپ اصل المذهب تقطیع شده بود، قسمتی رو که تقطیع شده بود ترجمه بکنن و دقیقاً همون چیزی که در کتاب هست. و در غیر اون ما فقط تنها چیزی که ازشون میخوایم یک عذرخواهی بکنن که اشتباه کردن از این که این تهمت رو به ما زدن که ما کلیپ رو تقطیع کردیم. و منم انشالله کلیپ های دیگری هم هست که در اثبات سخنانی که خدمتتون عرض کردم انشالله پخش خواهم کرد. آقا حمید سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. مدام خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم. حمید جان اگر جا تو عوض بکنی صدات داره قطع و وصل میشه. ثانیاً احمد جان یک تایمر هم بگذارید که 5 دقیقه ایشون قرار صحبت بکنه. الان صدا بهتر شد؟ یک کمی قطع و وصل میشه، بفرمایید. یعنی نمیدونم چون من بیش از این امکانی که بخوام جامو عوض کنم خیلی الان نیست. اگر نیست که میخوایم مجدد تماس بگیرم. بفرمایید، تا حدی مفهوم است، بفرمایید. خب خدا رو شکر. خب من تمام فرمایشات حضرت عالی رو گوش کردم جناب آقای انصاری و مستقیم میرم از این 5 دقیقه استفاده میکنم و در مورد همون بحثی که قرار بود صحبت کنیم جواب فرمایشات شما رو من یادداشت کردم، نکات اون رو از جواب میدم، بعد از اون ان شاءالله در خدمت شما هستم. من فقط برای بینندگان عزیزی که قبل ندیدن یک خلاصه بگم خیلی سریع. دوستان عزیز هفته قبل من تماس گرفتم، خواستم سوالی بپرسم. جناب انصاری اصرار کردن که بحث اصل مذهب رو مطرح کردم، اول در اون باره صحبت کنیم. و من در اثر اصراریشون گفتم خب باشه، اونجا یکی از مهمترین نکاتی که هست این هست که کلیپ تقطیع شده، ادامه سخن آیت الله قزوینی رو نیاوریم. ادامه چی بود؟ دوستان بزرگوار در شبکه وصال کلیپو پخش میکنم، یعنی آقای قزوینی اینجا داره تهمت میزنه به ابن تیمیه که میگه منظورش مذهب اهل سنت هست. این درست نیست، منظور مذهب شیعه است. آیت الله قزوینی دقیقاً 2 دقیقه بعد از همین هست خودشون میان این ایراد این آقایون رو، این دوستان رو مطرح میکنن، میگن که شاید اونجا رو دوستان بیان یه ایرادی بگیرن، بگن این اصل مذهب منظور اصلا مذهب اهل سنت نیست، مذهب باطل است. حالا نفهمیدن، بله ایشون نگفتن مذهب فقط مذهب شیعه نیست، ولی اصل کلام رو رسوندن، اصل محتوا رو معنا رو رسوندن، همون محتوایی که مد نظر این بزرگواران هست، اینکه منظور ابن تیمیه مذهب اهل سنت و اینها نیست. ایشون گفتن شاید این رو بیان بگن، اشکال نداره، ما قبول میکنیم. این رو چی میگید؟ و این آقای انصاری دقیقاً مربوط به همون مسئله بود و اشکال بنده و شبکه ولایت هم شما این بود که با خودتون امشب خیلی جالب فرمودید. همون نکته اولی که فرمودید گفتید که من گفتم ثابت کن ما کلیپ رو تقطیع کردیم. تقطیع زمانی مثلا در ادامه چیزی در همین مورد گفتند که ما پخش نکردیم. دقیقاً همین مصداق حرف شماست. شما بسیار زیبا فرمودید. بله دقیقاً درباره همین قضیه اصل مذهب آیت الله قزوینی میفرمایند که بله ممکنه اینها بیان میگن این اصل مذهب اون چیزی که من قزوینی میگم نیست. من قبول میکنم، اشکال ندارم. و همینجا من میگم ولی میترسم در ادامه یارم عزیزان بحثی که خود آیت الله قزوینی دارن کلیپ آقای انصاری هم بحث کرده، اصلا ابتدا میگن من مدارکی رو نشون میدم، اینا شما بزنین کنار هم دیگه. جمع قرائن هست. آقای انصاری بهتر از بنده بی سواد ظاهر هستن، میدونن مطلبی داریم در مباحث کلامی به عنوان جمع قرائن، قرینه ها رو میذارن کنار هم دیگه، یک نتیجه میگیرن و اون نتیجه هم بحث علمی. دوستان عزیز نیاز نیست که هر کسی 100% قانع بشه. اگر قانع شدی قبول کرد فقط مراد، اگر قبول نکرد اشکال نداره. بحث علمی همینه، اصلا بحث راست و دروغ مثلا نیست. ولی دوستان متاسفانه این ایرادو میگیرن. نکته دوم آقای انصاری فرمودن تو همین توضیحات قبل از عرض بنده که این مطلب کلیپ حاشیه است. جناب انصاری بزرگوار این اگر حاشیه است چرا هفته قبل شما این همه سوگند متوالی والله 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 الذی لا اله الا هو فرمودید و قسم کردید
که من دارم دروغ میگم، کلیپی که من پخش کردم مال همون برنامه نیست. ولی امشب خودتون فرمودید از حرف قبلیتون عدول فرمودید، گفتید بله مال اون برنامه هست، مال برنامه 6 ماه بعدم هست. برنامه امشب فرمودید از ضبط شده. خب جناب انصاری اگر مال همون برنامه هست چرا این همه شما اصرار داشتید که من دروغ میگم مال اون برنامه نیست؟ اگر تأثیری در اصل موضوع اصلا نداره، کما اینکه الان شما مدعی هستید، چه نیازی به این همه سوگندها بود، این همه قسم خوردن بود که نه والله مال اون برنامه نیست؟ غیر از این است عزیزان که خود آقای انصاری متوجه بودن اگر مال اون برنامه باشه آقای کاظمی دارن اشکال دوستان رو در همون برنامه دقیقه بعد جواب میدن. فلذا ایشون فرمودن این جملات من کلیپ‌ها رو آماده کردم اگر نیاز باشه پخش میکنم. آقای انصاری فرمودن آقای کاظمی 6 ماه بعد تحت فشار شدید ما که کلیپ رو پخش کردیم مجبور شد بیاد بگه شاید بیان بگن اونجا اون معنی نیست و کلیپی که حمید حیدری پخش کرد مال 6 ماه بعده، در صورتی که امشب فرمودن نه مال همون برنامه است، چون که کلیپ رو من فرستادم و ایشون دیدن و این رو هم گفتن که آقای انصاری بود که بله آقای کاظمی این رو گفتن همون زمان که آقای کاظمی ایراد حمید حیدری رو مطرح کرد و گفت کلیپ تخلیه شده. من انصاری جواب دادم و آقای ابوالقاسمی هم گفت همون زمان من جواب دادم. بله دوستان عزیز ایشون درست میفرمایند، زمانی که آیت الله قزوینی، زمانی که استاد دکتر ابوالقاسمی حفظه الله فرمودند آقای انصاری در عمل انجام شده قرار گرفتن مجبور به پاسخ شدن. سوال بنده از شما عزیزان این امشب امیدوارم آقای انصاری جواب بدن اگر واقعا این تیکه خودشون اعتراض کردن گفتن اگر در اون مورد با شما پخش نکرده باشین تقصیره، خب دقیقا در همون مورد بود، در مورد اصل مذهب بود. حالا سوال بنده اینه این که شما بله بعداً جواب دادید، درست جواب دادید، زمانی که شبکه ولایت گفت تحقیق کردید مجبور شدید جواب بدید. اگر تأثیری در اصل موضوع نداشت شما استاد انصاری بزرگوار چرا همون زمان پخش نکردید و ثبت کردید؟ 6 ماه بعد زمانی که شبکه ولایت به شما ایراد گرفت چرا تحقیق شده اون زمان اومدید اینو پخش کردید. من هر کلیپ‌ها رو آماده کرده بودم که هفته قبل شما بسیار قسم یاد کردید، قسم والله خوردید که این مال اون برنامه نیست، مال برنامه 6 ماه بعده. ولی دیگه نمیخوام بیشتر از این بینندگان اذیت کنم. اگر نیاز باشه اونها رو میتونم پخش کنم، اگر من در خدمت شما هستم. شما همین رو جواب بفرمایید. اگر واقعا تأثیر در اصل موضوع نداشت همون هفته قبل میتونستید قبول کنید و این هم قسم نخورید و میتونستید بعد از 6 ماه جواب ندید، همون زمان جواب بدید. من در خدمت شما بینندگان هستم. تشکر حمید جان. شما تقریبا 5 دقیقه 20 ثانیه کمتر صحبت کردید. اگر حرف دیگری هم دارید بگید. حالا من حرف دیگر رو اگه اجازه بفرمایید فقط در مورد نکته که اول بحث فرمودید در مورد آیت الله قزوینی در مورد استعفاش مثلا 20 ثانیه اگه اجازه یا 30 ثانیه نکته رو عرض کنم. اجازه هستش؟ بفرمایید. بله در مورد استعفایشون عزیزان استعفا توسط شخص حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بوده و ایشون در استعفانامه‌شون فرمودن که به دلیل اینکه من مطالب کتاب‌های زیادی رو تألیفات زیادی رو دارم که اینها رو باید سامونی بدم و باید چاپ کنم و واقعا نمیرسن و آیت الله مکارم هم ایشون رو پذیرفتن و این بحث نیست که ایشون به کل رفته باشن. همین امشب بنده خدمت بینندگان هستم ایشون در شبکه جهانی امیر برنامه زنده داشتن ساعت 22:30 یعنی برنامه قرار شروع بشه. امیدوارم بینندگان سه‌شنبه 4 آذر ساعت 22:30 در شبکه امیر ایشون رو دعوت کردم و بسیار از شبکه‌های دیگه اونجوری که من مطلع هستم ایشون رو دعوت کردند و کما به سابق ان شاءالله ایشون حضور محکم خواهند داشت در سنگر دفاع از اهل بیت. بنده در خدمت شما هستم. تشکر. حمید جان، اولا این که شما فرمودید که بحث ما روی قضیه این است که آیا این کلیپ ادامه اون کلیپ اون برنامه است یا نیست. من در هفته گذشته بینندگان شاهد هستند و کلیپ شما موجود است که بحث من با جناب شما این بود که در مورد دروغ آیت الله قزوینی در مورد اصل مذهب صحبت بکنید. شما کلیپ رو پخش کردید و همین کلیپ رو من در برنامه زنده‌ای که بعد از پخش این کلیپ در شروع دروغی که قزوینی گفته بود داشتم جواب دادم و کلیپش هم اینجا موجود است که من الان خدمت شما عزیزان پخش میکنم. امیدوارم که آقا حمید صدا رو داشته باشه. احمد جان این به این موضوع من اشاره کردم قبلا در برنامه. احمد جان دکتر حسینی
در دقیقه 31 این برنامه و این شماره تلفن ویژه بود 2044 18 90 200 219 که مدت 3 ساعت ما در برنامه منتظر بودیم و ایشون تماس نگرفت. این خلاصه ای از ویدیویی بود. ما پیام فرستادیم که ایشون تماس بگیرن، در برنامه زنده شماره ویژه براشون اختصاص داده بودیم که از این دروغ که گفتن دفاع بکنن که متاسفانه تماس نگرفتن. تشکر میکنم احمد جان. 2016 هفته 3 این کلیپ تختی شده ایشون هست و اینم تاریخ 7/3/2016 اصل کلیپ برنامه است. این اصل کلیپ برنامه رو با هم برای بچه‌ای که پشت دوربینه ها هستن، صدا بردار و عوامل فنی و همه دست به دست هم اومدیم یک شب دیگه. در همین برنامه من الان باشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه. یا شما ببینید این کتاب مجموع فتاوای ابن تیمیه هست، جلد 22. در همون برنامه به همین مطلب هم اشاره کردیم. مجموع فتاوا جلد 22 همین قسمتی رو که حمید آقا بهش اشاره میکنه که از ادامه برنامه تختی شده. وقتی که من از وقت استفاده کنم ادامه این کلیپ رو پخش نمی کنم. این کلیپ در برنامه زنده پخش شده. بعد از اون تاریخ 29/11/2016 بوده. کلیپ دیگر که من مفصل جواب دادم در تاریخ 14/3/2017 اصل مطلب رو آوردیم، مفصل در موردش صحبت کردیم و این رو هم خدمت شما عزیزان از همین برنامه پخش میکنم. اینجاست. این خوب از آن دقت بکنید. آیت الله دکتر حسین قزوینی آمدند عبارت ابن تیمیه رو خوندن، گفتن این دوتا احتمال داره اما به این دلیل این احتمال ثابته. این جواب ابوالقاسمی بود که دروغ میگه. هرگز قزوینی در اونجا نگفته در مورد اصل مذهب که 2 احتمال وجود داره. این حرف رو کی میزنه؟ در وقتی که از جای دیگه دروغ میبنده به ابن تیمیه در مجموع الفتاوا. اون عبارتش چی بود؟ اصل المذهب که تحریف کردن کلیپو، اصلا اون قسمت قبلش پخش نمی‌کنن، بعدش هم پخش نمی‌کنن. خب کار اینا تحریف دیگه همیشه. از اینجا بعد ما می‌خوایم به بله این قضیه که این درازگوش داره مطرح میکنه این زمینه سازی است برای مزرعه‌خواهی قزوینی که امیدواریم این کار صورت بگیره. حالا دارن زمینه رو آماده میکنن برای اینکه بله آیت الله قزوینی گفته. من کلیپ در همین برنامه در مورد اصل مذهب کلیپش کاملا پخش شد و بعد از اون کلیپ دیگری که صحبت دیگری که ایشون داشت از این کلیپ پخش کرد. یک سری از این خلاصه علقه مزغه های برای شما در موردش صحبت کردم. من الان از حالا به قول کجای کاره، حالا انشالله به قول صدای مختب کمانشون بعداً روشن میشه. این جلد 22 هست در مملکت العربیت سعودیه که همون حجاز بود. اینها لامذهبها و بیدین اشکالی نخواهد داشت ولی عدالتی بلا نزاع. بعد عدالت این شخص هم هیچ اشکالی نخواهد داشت. بل هذا اولا بالحق، این به حق نزدیکتر است. و حب الی الله و رسوله صلی الله علیه و سلم، به خدا و رسول نزدیکتر است. ممن یتعصب لواحد معین غیر النبی صلی الله علیه و سلم. این قسمت رو نمیخونه. من در همین برنامه که اینجا قسمتاشو دیدید کلیپ رو کامل پخش کردم از اول تا آخرش و جواب دادم. به هیچ تقطیعی هم صورت نگرفته و ادعای این که این کلیپ تقطیع شده ادعای دروغینی است. و آنچه که 6 ماه بعد رخ داد من فقط به همین اشاره میکنم. بعد از اون انشالله به حمید جان وقت میدیم که صحبت بکنن. این کلیپی بود که شبکه ولایت پخش کرد. پاسخ شبکه جهانی ولایت به ادعاهای این شخص در مورد کلیپ اصل المذهب کلام ابن تیمیه در رابطه با مؤسسین مذهبگرایی در اسلام. این کلیپ رو ما پخش کردیم. این رو هم در یکی از برنامه‌های زنده و مفصل
بهش پاسخ دادیم. و بله، من درسته هنوزم میگم که من قسم خوردم که این کلیپی که شما بهش اشاره میکنید بعد از 6 ماه ابوالقاسمی تو برنامهش پخش کرد که من جوابش دادم و اگر مربوط به همون برنامه‌ای هم باشه که کلیپ اصل المذهب رو ما ازش گرفتیم، هیچ ربطی به اون کلیپ نداره و تقطیعی صورت نگرفته. من الان سوالم از حمید جان این است که همین کلیپی رو که شما اشاره میکنید که ما تقطیع کردیم، همین رو بخوانید و برای ما ترجمه بکنید، از صفحه تلویزیون بخونید همین حرفای که آیت الله قزوینی میگه که شما ادعا میکنید ما تقطیع کردیم و برای بینندگان ترجمه بکنید که آیا استشهاد به این حرف بر علیه مذاهب اهل سنت درسته یا نیست. بفرمایید. بس بندم تشکر میکنم از شما جناب آقای انصاری. آقای انصاری، من باز هم یادداشت برداشتم از فرمایشات شما. باز هم ببینید، اولا که متاسفانه شما جواب سوال بنده رو ندادید. من عرض کردم اگر واقعا این گونه است، اینکه این مطلبی که حضرت آیت الله قزوینی فرمودن اثری نداشت در اون مسئله، چرا شما هفته قبل این همه قسم خوردید که نه مال اون برنامه نیست، مال 6 ماه بعده؟ آیا قسم های شما مؤید این نبود که این خودتون هم متوجه شدید اگر مال اون برنامه باشه داره میبره زیر سوال؟ چون ایشون هم داره خودش رد میکنه که بله اینجا دو تا احتمال هست. ممکن است آقایان بگن معنی اصل المذهب اینه که منش قزوینی گفتم نیست، معنی دومی دارد. من اون رو اشکال ندارم، میگم ایشون اینها درست گفتن، فلز اینجا رو چی میگن. این نکته اول. نکته دوم، شما فهمیدید من در برنامه‌ام نشون دادم، من خواهش می‌کنم همینجوری که من برای ثابت کردم شما هم لینک‌ها رو بفرستید که من برم چک کنم. ولی فلحال همین فرمایشات حضرت علی رو من تاریخ‌ها رو یادداشت کردم. می‌فرمایید در تاریخ 29/11/2016 در 14/3/2017 من اینها رو جواب دادم. خب بزرگوار، این چی شد؟ باز همون بحث بعد از 6 ماه شما میگید 1 سال و 2 ماه هست که ما این کلیپ پخش می‌کنیم. الان 12/5 هستیم اگه اشتباه نکنم، یا 5/12، الان نمیدونم درست، من تاریخ رو قاطی کردم این خورده. یک لحظه، 5/12 حمید جان یک لحظه تایم رو نگه دارید. احمد جان تایم رو نگه. حمید جان من خواهش میکنم، الان تایم رو نگه داشتم، وقت کافی من به شما میدم. خواهش میکنم، اصل بحث ما در برنامه هفته گذشته و الان و در آینده این است که کلیپ اصل المذهب تقطیع شده. کجاش تقطیع شده؟ همین محل شاهدی که از کتاب مجموع الفتاوا ادعا میکنه قزوینی که در اینجا هم ابن تیمیه سران مذاهب اهل سنت و شافعی و مذهبی و حنفی و نمیدونم اینها و اهل مذاهب رو اینها رو کافر میدونه، اینا باید توبه بکنن و الا باید کشته بشن. شما میگید این قسمت از اون اصل المذهب تقطیع شده. برادر بزرگوار، شما اصلا به این موضوع متوجه نشدید. کتاب منهاج السنه کتابی است جداگانه بر علیه شیعه نوشته شده. کتاب مجموع الفتاوا کتابی است جداگانه که فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه است. چطور امکان داره که ما کلیپ رو تقطیع کرده باشیم در حالی که یک جا از کتاب منهاج السنه میاره، یک جا هم از کتاب مجموع الفتاوا میاره؟ ایشون آقای قزوینی 2 تا دروغ میگه، یک دروغ به منهاج السنه، یک دروغ هم به مجموع الفتاوا. بعد این دوتا رو میخواد با هم دیگه جمع بکنه، بیاد بگه که آقا ابن تیمیه سران مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونه به خاطر شوراندن اهل سنت بر علیه سلفیت یا ابن تیمیه یا هر هدف شوم دیگری که داره. الان بالفرض محال عده‌ای انسان‌های به اصطلاح با هدف بد اومدن این کلیپ رو تقطیع کردن. هر کسی که بوده، به سال حق بوده، هر کسی بوده. شما بفرمایید همین ادامه کلیپ که تقطیع شده رو که آقای قزوینی من کامل پخش کردم، درسته؟ چیزی کم بود از اون کلیپ؟ کم نبود نه؟ کامل پخش کردم. کامل پخش کردم حمید جان، کامل پخش کردم یا نکردم؟ بله امشب من درست هست یا اوکی. قبلا هم کامل پخش کردم، در تاریخ‌های متعدد هم کامل پخش کردم. الان شما بیایید همین حرفایی که آقای قزوینی گفت که در مجموع الفتاوا جلد 22 در این قسمت ابن تیمیه میاد میگه کسی که بگه که من تابع حنفی و شافعی و مالکی هستم این کافر است، جاهل است، باید توبه داده بشه، بعدش هم باید کشته بشه. درسته یا نه؟ حرف قزوینی همین است و این رو شاهد میاره با ادله مختلف، میخواد بیاد بگه که ابن تیمیه مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونه. درسته؟ بله شما فرمایید من جواب اوکی. جواب میدم. اوکی. الان
من از شما میخوام که به جای پرداختن به یمین و یسار و اتلاف وقت، شما همین جایی که میگید تقطیع شده، بالفرض محال بینندگان عزیز ما اعتراف بکنیم که آقا ما این کلیپ رو تقطیع کردیم، مثلا گفتم تقطیع کردیم. آقای محترم شما بفرمایید همین قسمتی رو که ما تقطیع کردیم از کتاب مجموع الفتاوا بخوانید و برای بینندگان ترجمه بکنید. خوبه؟ چشم. من جواب عرض کنم خدمتتون. بفرمایید. از الان تایم شما استارت میشه دوباره. ممنون و متشکرم. خب انصاری اصلا بحث همینه، مشکل ما و شما بزرگوار همینه. این نمیشه که هر جا ما دچار مشکل شدیم بگیم فرض بر این فرض. شما خودتون فرمودید 1 سال و 2 ماه از کلیپو پخش کردید. حالا بعد 1 سال و 2 ماه که نمیشه بگیم فرض ما اشتباه کردیم. این باید ثابت بشه. آیا اون بحث اول بحث تقطیع اثبات بشه یا نشه؟ من ادامه عرضم رو داشتم عرض می‌کردم. شما این تاریخ‌هایی که فرمودید گفت من جواب دادم در این تاریخ‌ها کامل پخش کردم، همه میشه بعد از این 1 سال و 2 ماهی که فرمودید. تاریخ‌ها من یادداشت کردم و تاریخ امروز هم شما یک تحقیق کنید. یعنی شما از ابتدا این رو پخش نکردید، زمانی پخش کردید که شبکه ولایت خود فرمایش خودتون اومد این رو ایراد گرفت، شما مجبور شدید پخش کنید. باز هم عرض کنم اون جواب سال اول بنده رو ندادید. حالا شما میگید برید سراغ مجموع الفتاوا و میگید این یک دروغ دیگه. من باز به عزیزان بیننده اینو عرض کنم، عزیزان من گفتم بحث جمع قرائن هست و نیازی نیست اصلا شما قانع بشید یا نشید. آیت الله قزوینی داره قرائن رو در کنار هم میذاره. شما میتونید قانع بشید، میتونید نشید. بحث علمی به خدا قسم عزیزان این گونه نیست که هر کس اگر 2 تا عالم 2 تا حرف مختلف زدن بگیم یکی داره راست میگه یکی داره دروغ میگه. بحث اصلا اجتهاد پس چی میشه؟ ایشون جمع قرائن کردن. مثلا من قزوینی با بیش از 40 سال سابقه اجتهاد از این مدارک متعدد، فقط همین مجموع الفتاوا و منهاج السنه نبود، چندین مدرک تا اونجا که من یادم هستشون نشون دادن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم، اقوال علمای اهل سنت رو هم در مورد اینها بذاریم کنار هم، این نتیجه میرسیم که تکفیر از زمان ابن تیمیه شروع شده است. این رو شما متاسفانه چون نتوانستید، خود میخوام که سریع عرض میکنم، زیر سوال ببرید، مجبور شدید بگید که این یه نکته شما ایراد داریم. اصل مطلب منظور الف و لام نمیدونم استغراق جنس نیست، الف و لام عهد ذکری هست مثلا. و آقای قزوینی اینجا رو اومدن آیات الله دروغ گفتن و خواستن فری بدن که این رو هم بنده عرض کردم. ادامه خود آیت الله قزوینی دارن اشکال شما رو مطرح میکنن و میگن بله ممکن است ادعی بگوین عرض کردم بحث علمیه، بحث 2 تا 4 تا اجزا نیست که 2 علاوه 2 اگر آقای قزوینی گفت میشه 5 بگن خود داره دروغ میگه. بحث علمی، بحث کلامیه. تو این بحث ها از این انقلت‌ها و اما و اگرها بسیار زیاد هست. ایشون این رو فرمودن و ادامه هم همه عرض بنده این هست. خودشون ادامه دارن میگن بله ممکن است این چیزی که من گفتم آقایون قبول نداشته باشن، اصل مطلب اینی که من گفتم نباشه. و همه عرض بنده در مقابل فرمایش شما اینه که چرا این تیکه پخش نشد و بعد از 6 ماه پخش شد. این که میگید بریم سراغ مجموع الفتاوا، من ژوکرات و صراحتا عرض کنم خدمت شما، من امشب آمادگی اینو ندارم. من امشب فقط تماس گرفتم که ما که در ایمیل هم خدمت شما عرض کردم ثابت کنم من دروغ نگفتم و شما قسم لفظ جلاله خوردید من دروغ میگم. این اشتباه بود. این اگر ثابت بشه من در خدمت شما هستم. هفته بعد، هفته بعدتر یک تایمی بذارین بیایم کل بحث تکفیر رو بر همون چیزی که فرمودن آقای قزوینی رو با هم بحث کنیم. آیا در مجموع الفتاوا و سایر جا اینا رو ما بذاریم کنار هم، آیا به این نتیجه میرسیم که حرف آقای قزوینی درست است یا نه؟ اون من در خدمت شما خواهم بود. ولی امشب بحث بندی فقط همینه. 1 من حقیقتا دروغ نگفتم. 2 این تکه از کلیپ متاسفانه عمدن یا سهوا تقطیع شد و با اینکه خودتون هم عرض کردم شاید گفتید اگر مربوط باشه به بحث قبلی و ما پخش نکرده باشین تقطیع مربوطه، داره در مورد اصل مجلس هست صحبت میکنه و شما پخش نکردید و از فرمایش خود شما من وام میگیرم و استفاده میکنم که تقطیع شده. حالا شما این که میفرمایید فرزند نه این نمیشه بزرگوار. من با سایر دوستان شما که بحث میکنم هر کجا که دوستان متاسفانه نمیفهمن جواب بدن میگن فرض کن که ما اشتباه کردیم شما درست میگید. خب فرض نمیشه. بعد 1 سال و 2 ماه بگیم فرض، بعد من که قطع کردم در که میاد رو خط باز برگردیم سر موضوع اصلی. جناب استاد انصاری بزرگوار همین رو شما مشخص کنید. من نمیخوام خیلی موضوع شما بینندگان شن تقصیر آیا قبول بدید یا نه، آیا قبول کردید که بعد دروغ نگفتم و کلیپ واقعا تقطیع شده یا نه. چون اصلا کلیپای شما رو هم من دارم اگه لازم باشه پخش کنم. برای در خدمت شما هستم و برای ادامه بحث در مورد مجموع الفتاوا و اینا همین الان رسما اعلام کنم حاضر هستم شما یه قراری بذارید در خدمتتون باشم و بحث کنیم. برای در خدمتتون هستم. تشکر. حمید جان ببین دوباره من اصلا زیاد صحبت نمی کنم، فقط 1 دقیقه بیشتر صحبت نمی کنم. یا ایوان ناس دوستان عزیز، ایشون میگه کلیپ تقطیع شده.
ما میگیم کلیپ تقطیع نشده، هرگز تقطیع نشده، چون ادامه کلیپ ربطی به کتاب منهاج السنه نداره. ایشون میگن جمع قرائن، بعد از اون ما قرائن رو جمع میکنیم و برداشت خودمون رو میگیم که بله تکفیر از ابن تیمیه شروع شده و ابن تیمیه تکفیری بوده. آقا حمید، اگر یک نفر 100 تا 1000 تا قرینه دروغ رو جمع بکنه و بهش استدلال بکنه، دروغش دروغ خواهد بود، تغییری نمیکنه. من الان تقریبا 1 دقیقه صحبت کردم، من 4 دقیقه وقت خودم رو به شما میدم. من بحث رو نمیخوام به حاشیه بکشونم یا که برم سراغ مجموعه فتاوا. من همون کلیپی رو که شما ادعا میکنید که تقطیع شده، من اینجا پخش میکنم. دوستان بشنوید کلیپ رو. این عبارت ابن تیمیه‌ای که ما آوردیم، دوستان بزرگواری کنید. الان ببینید این تعبیری که من آوردم از ابن تیمیه، ابتدعه زنادقون. الان من میزنم در این برادر عزیز من دیگه، آیا حجت تمامه یا نه؟ دوباره یک سری از این خلاصه علقه مزغه های رو تبدیل کردن به العربیت سعودیه. این هم جلد 22 صفحه 248. کمن یتعصب لمالک او الشافعی او احمد او ابی حنیفه. اگر اونجا آقایان یه شبهه‌ای داشتن که اصل المذهب ابتدعه زنادقتون منافقون، شاید بگن آقا ایشون آمده اونجا مثلا مرادش مذهبهای باطل بوده. این چه دیگه داره نام میبره، از مالک نام برده، از شافعی نام برده، از احمد نام میبره، از ابو حنیفه نام میبره. من سوال میکنم ای جوان عزیز حنفی، ای جوان عزیز شافعی، ببین حمید جان، دیگه لازم نیست که من کلیپ رو کامل پخش کنم، این شب دوبار پخش شد تو برنامه. الان همین مطلبی رو که شما میفرمایید تقطیع شده در اینجا، آیا در اینجا قزوینی راست میگه یا دروغ میگه؟ میشه جواب من رو بدید؟ بله، من جواب کنم خدمتتون. بله، راست میگه یا دروغ میگه؟ بله، من عرض کردم اصلا بحث راست دروغ نیست، بحث نه هست. جواب من رو بدید. وقت منه حمید جان، وقت منه. شما فقط بله خیر جواب من رو بدید. آیا قزوینی در اینجا دروغ میگه یا نمیگه؟ نه خیر، ایشون دارن یک خب نظری آفرین. وقت من است. الان شما گفتید که دروغ نمیگه. من از صفحه مانیتور خود شبکه ولایت همین مطلب رو که قزوینی در اینجا بهش اشاره میکنه من خدمت شما میارم. شما این رو ترجمه بکنید، بعد بینندگان خودشون قضاوت بکنن که ما کلیپ رو تقطیع کردیم، ما دروغ گفتیم یا اطلاع قزوینی دروغگو است. از همینجا بفرمایید. زوم کن احمد جان رو همین پاراگراف آخری بخون حمید جان، ترجمه کن. بله آقای انصاری، من عرض کنم اینجوری نمیشه که شما بگید شما وقت من است. شما میتونید استفاده کنید. نه شما حمید جان فرار نکن. حمید جان برادر عزیز، همین قسمت رو اگر شما الان نخوانید و ترجمه نکنید، معنیش این است که کلیپ تقطیع صورت نگرفته درش، بلکه دروغ دیگری است از قزوینی که بنده در برنامه زنده جواب دادم. ما نمیتونیم یک کلیپی درست بکنیم که مدتش 3 ساعت باشه که برنامه شبکه ولایت رو 1 ساعت و نیم بیاریم و 1 ساعت و نیم هم جواب بدیم. ما کلیپ محل شاهد، محل دروغ رو میگیریم بعد جواب میدیم. اصل المذهب دروغی بود که قزوینی گفته بود به شیخ الاسلام ابن تیمیه، جوابش داده شد. اومدن گفتن ادامه کلیپ رو شما تقطیع کردید، اینم ادامه کلیپ. خواهشاً ادامه کلیپ رو شما همین پاراگراف آخری رو بخونید و برای بینندگان ترجمه بکنید تا معلوم بشه که قزوینی راست گفته یا دروغ گفته. بفرمایید. خب بله، من که عرض کردم اتفاق خدا قزوینی داره حرف شما رو میگه ممکنه این حرفی که من درست نباشه. نه اینجا شما میگید اینجا رو ترجمه کن. 3 دقیقه است. حمید جان ترجمه کن. برادر عزیز حمید جان والله من چیز مشکلی ازت نخواستم. به خدا روز قیامت در پیشگاه خداوند این حجتی است که بر تو قائم است. این پاراگراف رو بخون و ترجمه کن. تو میگه قزوینی دروغ نگفته، الان بخون و ترجمه کن. من نمیگم هیچ حرف دیگری هم نزن، آنچه که در کتاب هست بخوان ترجمه کن. قضاوت رو میذاریم بر عهده بینندگان. بسم الله.
آقای انصاری من میگم اصلا شما همون ترجمه و همون چیزی که شما میگین درسته. خود آقای قزوینی هم گفت. پس دروغ گفته. پس دروغ گفته. بد نبود. دروغ گفته. ایشون داره میگه دو تا نظر هست دیگه. اون نه، اونجا نه. قضیه اصل المذهب نه. اینجا هم دروغ گفت. در ادامه کلیپ حمید جان برادر عزیز، من در وقت خودم از جناب شما میخوام که من یک کلمه هم حرف نمیزنم، اصلا از خودمون دفاع هم نمی کنم، فقط میخوام همین که آیت الله قزوینی گفت که در جلد 22 کتاب مجموع الفتاوا ادامه کلیپ اصل المذهب که شما ادعا کردید که ما تقطیع کردیم، در اینجا میاد میگه که ابن تیمیه در این جلد، در این صفحه، در مجموع الفتاوا هم مذاهب اهل سنت رو کافر میدونه و حکم تکفیر و قتل اونا رو صادر میکنه. لطفاً امین رو ترجمه بکن تا بینندگان ببینه. بابا جان من تو چیز زیاد سختی که نخواستم، خیلی ساده است و کتاب رو من هم نمیارم اینجام نشون نمیدم. صفحه شبکه ولایت احمد جان با اون آرم شبکه ولایت نشون بده که حمید جان اینو ترجمه بکنن، خواهش میکنم بفرمایید. اینم صفحه مانیتور لپتاپ من از شبکه ولایت، کلیپ خودتون. در اینجا همین پاراگراف آخر رو که قسمتش رو تقطیع میکنه و قزوینی دروغ میگه رو شما کامل ترجمه بکن، قضاوت رو به عهده بینندگان میگذاریم. بسم الله. حالا اجازه میفرمایید؟ بفرمایید. من گفتم تا بحث اصل مذهب تمام نشه من سراغ این نمیرم بزرگوار. این ادامه همون است. شما مگه نگفتید که ما ادامهشو تقطیع کردیم؟ مگر نگفتید ادامهشو تقطیع کردیم؟ مگر نمیگید فرمایش آیت الله قزوینی در مورد اصل مذهب رو تقطیع کردید؟ بله. همین ادامهش هست یا نیست؟ همین ادامهش هست یا نیست؟ فرمایش آیت الله قزوینی چی بود؟ فرمودن ممکن است آقایون نه اجازه بدید خب منم عرض کنم دیگه، من سکوت کامل میکنم وقتی شما فرمایش میکنید. حمید جان برادر عزیز، مگر پخش نکردم الان که قزوینی میگه که ممکن آقایون بگن که اونجا اصل المذهب منظور مذاهب باطل است. اینم دروغ میگه. والله الذی لا اله الا هو، هیچ کس از علمای اهل سنت، مفسرین، محدثین، مؤرخین، شارحین در منهاج سنت و غیره نگفتن که منظور ابن تیمیه در اینجا مذاهب باطل است. منظور یک مذهب است لا غیر، اونم مذهب شیعه اثنا عشری. و فرمودید که ادامه این کلیپ رو ما تقطیع کردیم. این ادامه همون کلیپ است. شما از ترجمه یک پاراگراف میترسید؟ سبحان الله. آقای انصاری من اجازه میفرمایید؟ خب من با شما قرار شد تو حرف هم دیگه نفرین بتونم بینندگان. نه وقت من بود که من به شما دادم. اگر میخواید ترجمه بکنید دوباره بهتون وقت میدم، اگر نمیخواید ترجمه بکنید با شما خداحافظی میکنیم. خب من عرض پس بینندگان عزیزشون فرمودن، من عرض کردم حرف آیت الله قزوینی در مورد اصل مذهب رو شما چرا نیاوردید و ایشون گفتن فرض کن که ما نیاوردیم. حمید جان شما فارسی بلدی؟ حمید جان فارسی بلدی؟ شما تا وقت اصل مذهب رو مشخص نکنید من سراغ بحث تقطیع نشده. من 10 مرتبه دارم میگم یا ایها الناس کلیپ تقطیع نشده. آنچه که ایشون بهش اشاره میکنه مسئله دیگری است، موضوع دیگری است در کتاب مجموع الفتاوا. آقا حمید میگه نخیر تقطیع شده. من هیچی نمیخوام. من هیچی نمیخوام. بابا جان من کتاب نیاوردم، تصویر خود مانیتور آیت الله قزوینی رو برات دارم نشون میدم. ادامه همون کلیپ اصل المذهب که شما ادعا کردید تقطیع شده. بفرمایید که در اینجا کجاش تقطیع شده؟ آقای انصاری اصلا بحثی مجموع فتاوا نیست، بحث فرمایش. تشکر میکنم حمید جان، تشکر میکنم. فرمایش آیت الله قزوینی حمید شما برادر عزیز، دفاع کنید. حمید اگر جان دفاعی دارید بفرمایید، اگر ندارید که بفرمایید ندارم. حمید جان مذهب رو شما تفاهم نکنید من فاهم نمیدم. حمید جان تشکر میکنم بسیار زیاد. برای بینندگان واضح و آشکار شد که کی راست میگه که بس من یک جمله عرض کنم، یک دقیقه اجازه حمید جان برادر عزیز، والله الذی لا اله الا هو، همونطوری که در ایمیل بهت گفتم هدف ما رسیدن به حق است. شما فرمودید که ادامه کلیپ تقطیع شده. من با وجودی که وقت برنامه گرفته شد ادامه کلیپ رو گذاشتم و صفحه مانیتور خود قزوینی که ازش داره دروغ میگه دارم نشون میدم، بینندگانم دارن میبینن. شما از در وقتی که مخصص است برای من نمیخواید که یک پاراگراف رو ترجمه بکنید، نشان دهنده این است که شما میترسید که دروغ دیگری از قزوینی در اینجا آشکار بشه برای بینندگان. اما من این کار رو خواهم کرد.
تشکر میکنم از حمید جان. اجازه می‌فرمایید حمید جان من حمید جان اگر ترجمه میکنی اجازه میدم که بحثمون ادامه پیدا بکنه، اگر ترجمه نمیکنی با شما خداحافظی میکنم. بله من فقط همین فقط عرض می‌کنم خداحافظی می‌کنم که بینندگان دیده از سراغ اصل مذهب رفت سراغ مجموع الفتاوا، پس خودشون هم قبول دارن اصل مذهب رو ایشون قبول دارن که حمید جان من نرفتم، شما رفتید، شما گفتید ادامه کلیپ تخطی شده. یا ایوه الناس این ادامه کلیپ است که ایشون ادعا میکنه تخطی شده. من همینجا تحدی میکنم، حاضرم بحث مجموع الفتاوا رو گفتم در جلسه آینده‌ای بحث کنم، ولی من تحدی میکنم، من همینجا اعلان میکنم همینجا اعلان میکنم که همین صفحه همین پاراگراف رو در هفته آینده بیا ترجمه بکن. خوبه؟ شما اصل مذهب رو تا زمانی ازش تشکر میکنم. که نمیشه بابا جان اصل مذهب رو شما رفتید سر این اصل المذهب شما اصلا جواب ندادید. در اونجا که جن و انس و حمید جان در اونجا جن و انس همه مسلمان و کافر شاهد است که قزوینی دروغ گفته. گفتید که ادامه حرفاشو پخش کن، ادامه حرفاشو پخش کردم، گرچه بارها پخش شده بود دوباره برای تو پخش کردم. من میگم همین یک پاراگراف رو ترجمه بکن. چرا ترجمه نمی‌کنی؟ از چی میترسی؟ من عرض کردم تا زمانی اصل مذهب مشخص نشه من سراغ این نمیرم. تشکر میکنم حمید جان. تشکر حمید جان. شما تشکر برادر عزیز. پس بینندگان شما شاید هستید که ایشون اصل مذهب رو حاضر نشد جواب بده که چرا کردن. بینندگان حمید جان بینندگان الحمدلله گوش دارن، عقل دارن، بصیرت دارن، متوجه میشن. تشکر. بینندگانی که عقل دارن باید ببینن. بینندگانی که عقل دارن ولی آن داره ازش تشکر. حمید جان تشکر میکنم. تشکر میکنم. آقای محترم حمید جان سر صدا نکن. حمید جان به جای همین سر صدا میتونستی این پاراگراف رو ترجمه بکنی و قضیه تموم شده بود رفته بود. من عرض کردم تشکر. حمید جان هر موقعی که تصمیم گرفتی که بیای این رو ترجمه، ببینید دوستان عزیز میگن ادامه کلیپ هم من قبلا بهتون نشون دادم که در یکی از برنامه‌ها مفصل در موردش صحبت کرده بودم. اینجا از صفحه 248 جلد 22 کتاب مجموع الفتاوا در اینجا میاد ابن تیمیه چی میگه؟ میگه که اذا کان الرجل متبعا لابی حنیفه او مالک او شافعی او احمد، اگر یک شخصی تابع ابی حنیفه و امام مالک، امام شافعی یا امام احمد باشه و رأى في بعض المسائل ان المذهب غيره اقوى فاتبعه كان قد احسن في ذلك، اگر دید که در بعضی از مسائل مذهبی دیگری قولش قوی تر است، حدیث صحیحی هست، این کار خوبی است، کار بدی نیست. ولم یقده ذلك فی دینی، این در دین این شخص هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه و من فکر نمی کنم که هیچ کس از اهل مذاهب این رو انکار بکنه. ولا عدالته بلا نزاع، و عدالت این شخص رو هم زیر سوال نمیبره. بل هذا اولا بالحق، این اولاتر است به حق و حقیقت. و احب الی الله و رسوله صلی الله علیه و سلم، این دوست داشتنی است برای الله و رسولش. چون خود امام حنیفه میگه که اگر حدیث صحیح به شما رسید مذهب من است، اگر حدیث صحیح به شما رسید که مخالف قول من بود حدیث صحیح رو بگیرید، قول منو به دیوار بزنید. ابن تیمیه داره دقیقاً قول ائمه مذاهب اهل سنت رو میگه. بعد چی میگه؟ این چیز احب الی الله و رسوله علیه السلام، کسی که اینطوری برخورد کنه، حق رو قبول بکنه، به الله و رسولش دوست داشتنی تر است از کسی که ممن یتعصب لواحد معین غیر النبی صلی الله علیه و سلم، و کسی که تعصب داشته باشه برای یک شخص معین، این شخص میخواد ابن تیمیه باشه، میخواد محمد ابن عبدالوهاب باشه، میخواد ابو حنیفه باشه، میخواد شافعی باشه، میخواد مالک باشه، میخواد احمد باشه، هر کسی که باشه غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم. تعصب ما فقط به رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر چی گفت علی عینی و راسی. چرا؟ لا ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحى، پیامبر با وحی ارتباط داره، قول پیامبر وحی است. ما تعصب به پیامبر داریم، تعصب به الله داریم. چرا؟ میگه اطیع الله و اطیع الرسول، نگفته اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع ابو حنیفه و شافعی و مالک و ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب. کسی که تعصب غیر از رسول الله، غیر از الله به کسی دیگه داشته باشه، این انسان چی است؟ جاهل است، نادان است، امکان داره به کفرم برسه. چرا؟ حالا دلیلش من خدمتتون میگم. کما یتعصب لمالک، مانند کسی که تعصب داشته به مالک، یا تعصب داشته باشه به شافعی، یا تعصب داشته باشه به احمد، یا تعصب داشته باشه به امام ابو حنیفه. اون خبیث قزوینی چی میگفت؟ مانند کسی که متابعت بکنه حنفیت رو، متابعت بکنه شافعیت رو.
در حالی که در بالا اینجا متابعت رو میگه ما باش مشکلی نداریم. ابن تیمیه قضیه تعصب است. و یرا ان قول هذا المعین هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول امام الذي خالفه. اگر که این دوری تعصب داشته باشه به غیر از رسول الله به کسی دیگه و بگه که من متعصبانه قول این امام را قبول میکنم، این دقیقاً صحیح است، قول امام دیگر باطل است، قول امام دیگر را قبول ندارم. چون ما میبینیم این بزرگواران مذاهب اهل سنت میگن که ما مذهبمون حنفی است، اما مذهب شافعی هم مذهب حق است، اقوال امام شافعی هم حق است، اجتهاد است. که اما کسی بگه که امام ابو حنیفه فقط راست گفته بقیه مذاهب همه باطلن، خب این انسانی است که در راه غلط میره. ادامهشو من از خود مانیتور قزوینی نشونتون میدم. صداشو بگذارم. 48 کمن یتعصب لمالک او الشافعی او احمد او ابی حنیفه. اگر اونجا آقایان یه شبهه‌ای داشتن که اصل المذهب ابتدعه زنادقتون منافقون، شاید بگن آقا ایشون آمده اونجا مثلا مرادش مذهبهای باطل بوده، این چه دیگه داره نام میبره، از مالک نام برده، از شافعی نام برده، از احمد نام میبره، از ابو حنیفه نام میبره. من سوال میکنم ای جوان عزیز حنفی، ای جوان عزیز شافعی، شما چرا میگی من شافعی هستم؟ ببینید بینندگان چطور با دروغگویی با احساسات مردم بازی میکنه. این همون کلیپی است که آقا ادعا میکرد که ادامش تقطیع شده، در حالی که ما جوابم داده بودیم در برنامه. ببینید چطور با احساسات بینندگان اهل سنت خود بازی میکنه. چرا میگی من حنفی هستم؟ میگه آقا چون به نظر من نظر آقای امام شافعی ینبغی ابتداء اتباع، من عقیده دارم که آقای امام شافعی شایسته است از او تبعیت بشه. آقای امام شافعی آدمی است که من باید از او تقلید کنم. یا عزیز حنفی، شما چرا خودت میگی من حنفی هستم شافعی نیستم؟ چون معتقدی که نظریه امام ابو حنیفه شایسته است برای تبعیت. خب قضیه اینجا قضیه شایسته برای تبعیت نیست، قضیه تعصب است. اما این مکار دروغگو رو ببینید چطور فریب میده مردم رو، چطور دروغ میگه. ایشون چه داره میگه؟ میگه اگر کسی بگه مثلا فلان امام شافعی قولش ینبغی اتباعه، شایسته از او تبعیت کرد. نخیر، ببینید اینجا اولشون نمیگه اینجا که اگر کسی تعصب داشته باشه به اینها و بگه که حرف این امام باید اتباع بشه به غیر از قول امامی که با او مخالفت کرده، یعنی اون رو رد بکنه، اون رو قولش باطل بدونه. البته اینجا قضیه نبی صلی الله علیه و سلم را هرگز بیان نمیکنه این آخوند مکه رو دروغ. نمیگه واجبه ها، شایسته است. این عقیده هر شافعیه، هر مالکیه، هر حنفیه، هر حنبلیه. میگه اگر کسی بگه مثلا آقا امام شافعی شایسته است برای تقلید کردن، برای تبعیت کردن، خب هر کس همچه کاری بکنه نتیجهش چیه بفرمایید؟ فمن فعل هذا کان جاهلا ضالا بل قد یکون کافرا، بلکه کافر هم هست. یجب ان یستتاب، باید توبهش داد زیر شمشیر. آقا چرا شما داری میگی شافعی باید، امام شافعی شایسته است تبعیت کرده؟ باید توبه کنی، استغفار کنی. اگر توبه نکرد و الا قتل، باید کشته بشه. در اینجا میگه اگر کسی در مقابل ابن تیمیه، کسی در مقابل قول رسول الله صلی الله علیه و سلم تعصب به خرج داد نسبت به امامی، این انسان جاهل است. اولا اگر بیاد قول پیامبر رو رد بکنه و قول امام رو، مثل بعضی از انسان‌ها امروز چی میگن؟ میگیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حرف رو زده، میگه من حنفی هستم، ملای مسجد ما این رو گفته، من کاری به چیز دیگری ندارم. این انسان یعنی طبق آیات صریح قرآن کریم کافر شده. چرا؟ دلیل واضح و آشکار است. یعنی الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم، من خدمتتون اینجا آیه قرآن رو نشون میدم
که در سوره احزاب آیه 36 الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما کان لمؤمن ولا مؤمنة، بر هیچ زن و مرد مؤمن شایسته نیست که اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة من امرهم، اگر مرد و زن مؤمنی وجود داشته باشه برای اونها شایسته نیست که وقتی الله و رسولش چیزی را امر کردن فرمودن اینها برای خودشون چی داشته باشن؟ اینها برای خودشون اختیاری داشته باشن که ما حرف زید و عمرو و فلان و علان رو گوش میکنیم. و من یعص الله و رسوله، کسی که الله و رسول رو نافرمانی بکنه فقط ضل ضلالا مبینا، این شخص گمراه شده، در گمراهی آشکار گرفتار شده. پس عصیان در مقابل الله و رسولش انسان رو به کفر میرسانه. ابن تیمیه هم دقیقاً داره همین رو میگه، یا ایها الناس، میگه متابعت بکنید از امام فلان امام علان، اما تعصب در مقابل قول الله و رسولش نسبت به هیچ امام نداشته باشید. و این آخوند اینجا رو میگه اگر که این کار رو بکنید، ابن تیمیه میگه که انسان کافر میشه. اگر که بگه که واجب است که مردم از یک شخص اتباع، واجب یعنی چی؟ یعنی حرف رسول و پیغمبر و خدا و فلان و علان بقیه اماما رو بذار کنار، بگو واجب است که من فلان امام پیروی بکنم. این انسان چی میشه؟ این باید یستتاب توبه داده بشه. اگر توبه نکرد باید کشته بشه، چون این انسان مرتد هست. یکی از امور ارتداد در اسلام این است که انسان از قول الله و رسولش خارج بشه. ادامهش رو نمیخونه. ادامهش چیه؟ بل غایت ما یقال، بلکه نهایت چیزی که انسان باید بگه چی است؟ انه یسوق او ینبغی او یجب علی العام ان یقلد واحدا لا بعینه من غیر تعیین زید ولا امر، بلکه برای عامی، مردم عوام که سواد ندارن، مردم عوام که از امور دین خبر ندارن، اینها باید واجب است بر اینها که اطاعت بکنن، متابعت بکنن از یکی از اماما. مثلا بگه من متبع مذهب حنفی هستم، من تابع مذهب شافعی هستم، من تابع مذهب حنبلی هستم. نه اینکه یک نفری رو تعیین بکنید بگید یا ایها الناس همه مسلمین جهان باید حنفی باشن. این غلط است، این تعصب است که رسول الله صلی الله علیه و آله ازش منع کردن. ادامه رو نمیخونه، چون این ادامه جواب دندان شکن ابن تیمیه است به این آخوند دروغگو. ببینید. خب برادر عزیزم، خواهر گرامم، یه ادامه رو نخوند، الان باز میارم عقب ببینید. هستم یا آقا، چون به نظر من نظر آقای امام شافعی ینبغی ابتداء اتباع، من عقیده دارم که آقای امام شافعی شایسته است از او تبعیت بشه. آقای امام شافعی آدمی است که من باید از او تقلید کنم. یا عزیز حنفی، شما چرا خودت میگی من کردن؟ نمیگه واجبه ها، شایسته است. خب این عقیده هر شافعیه. خب برادر عزیزم، خواهر گرامم، خب برادر عزیزم، خواهر، واجب ان یستتاب، باید توبش داد زیر شمشیر. آقا چرا شما داری میگی شافعی باید، امام شافعی شایسته است تبعیت کرده؟ باید توبه کنی، استغفار کنی. اگر توبه نکرد و الا قتل، باید کشته بشه. ادامه در اینجا که میگه که باید مردم عام تقلید بکنن از یک امام بدون اینکه کسی رو تعیین بکنن، مثلا بگن که حتما باید از فلان فلان امام چیز بشه، متابعت بشه. این رو نمیخونه، چون اینجا دروغش رو آشکار میکنه. خب برادر عزیزم، خواهر گرامم، ادامه این مطلب رو نمیخونه. این بود این قسمتی که از این کلیپ این آقایان ادعا میکردن که تقطیع شده. بارها ما جواب دادیم، اما حمید جان مثل اینکه از قافله عقب افتاده بودن و از موضوع اطلاع نداشتن. از همین لحظه به بعد شما تلفن برنامه زیرنویس میشه، چون تقریبا 2/3 وقت برنامه رو ایشون گرفتن با این تحدی دروغینشون که ثابت شد که قزوینی دروغ گفته. بینندگان عزیز، اگر مرد می بود، اگر راست می گفت، اون روزی که ما بهش زنگ زدیم تلفن رو وصل میکرد و از خودش دفاع میکرد. شما تلفن برنامه زیرنویس شده، عزیزان میتونن تماس بگیرن و در مورد
موضوعی که مطرح شده در برنامه انشالله صحبت بکنن و همچنین تشکر میکنیم از عزیزانی که از طریق فیسبوک با ما همراه هستند. من انشالله در 2/3 وقت در اثنای برنامه انشالله تماس های شما عزیزان رو هم خواهیم گرفت و کامنت هایی رو هم که دوستانمون گذاشتن رو حتما خواهیم خوند. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. آیه انصاری ببخشید بنده می‌خواستم ببینم اولا چرا هفته گذشته شما قسم جلاله دروغ خوردی که کلیپ رضا جان دوست عزیز، از برای خدا من 2 ساعت در این مورد صحبت کردم. اگر که مطلب مفیدی برای گفتن نداری با شما خداحافظی میکنم. اگر مرد هستی جرأت داری همین قسمتی رو که قزوینی تحقیق کرده بود نه خواهش میکنم، من نمیخوام که بیشتر از این در این مورد صحبت بشه. چرا؟ چون 2 ساعت وقت برنامه گرفته شده. شما همون کسایی هستید که باز دوباره همون با اثر باید با شما شروع بکنیم که الف هیچی نداره با یک نقطه داره. همینجوری رو هول بمونید کمی. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم. سلام و رحمت الله. شبکه وصالحق. وصالحق، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ الو. بله بفرمایید. الو. وصالحق. وصالحق، بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید. سلام آقای انصاری، خسته نباشین. سلامت باشید. شبتون بخیر. شب شما بخیر. آقای انصاری از شما تعجب میکنم، چرا از این گوله اینا رو میخورید؟ اینا اینقدر جرأت ندارن که با اسکایپ بیاین رو خط که حداقل مردم ببیننشون. اینا آرزوشونه از خداشونه که با این برنامه نیم ساعت وقت شما رو بگیرم. بزرگترین افتخار برای که نیم ساعت هم شما رو به قول معروف از اون برنامه‌تون منحرف کنن، خودش کلی پیش رفتن و به قول معروف حقوقشون رو بگیرن، حقوق پاداش هم بگیرن. شاهد این حرف منم اینه، این همه از من خودم از شیعه زاده هستم میدونم و شیعه اونجوری که به قول معروف من نیستم. این همه از علمای اهل سنت ترور شد، اعدام شدن، این همه با وسایل مختلف اینا رو کشتن. آیا یک نفرشون اگه میومد میگفت ابن تیمیه اشتباه کرده بزرگترین پست مقامو بهش نمیدادن؟ اگه یکی از این علما میومد گفت شما راست میگین، آقای قزوینی راست گفته، یعنی کی نفهمید؟ این همه عالم، این همه دانشمند نفهمیدن، این فهمید و با این آقایی که الان اومده بود اینا فهمیدن. یکی از اینا میومد میگفت آقا درست به این الان شد معاون رئیس جمهور. یکی هم بیان اینا نشون بدن از این علمای شیعه که این همه اومدن، حالا نمیگم سنی شدن ولی از این مذهب اومدن بیرون و خودتون خیلی هاشونو میشناسین چقدرشون رو کشتن تو زندون ها. چه یه نفرم از این علمای اهل سنت نشون بدن که بگن آقا بله ابن تیمیه اشتباه کرده، ما فهمیدیم، ما ببینید چه پست مقامی بهش میدن. شما رو به خود اینقدر گول اینا رو نخورین. اونا ارزش اینی که بیان با شما بحث کنن ندارن. بحث میخوام بکنن درست حداقل بیان بزن مردم ببیننشون، بزن این زن و بچه خودشون، بچه محلشون بشناسن. آقا این آقای حیدری بود اسمشون چی بود، این همه دانشمنده، بذار تو محل خودش حداقل افتخار کنه. اینا با اسم مستعاره بیان اونجا و فردا تو محلشون آقا من با آقای انصاری رو به قول من رو شکست دادم تو محل. شما که اطمینان داریم به خودتون، چرا با اسکایپ نمیان؟ خواهش میکنم اینقدر گول اینا نخورین. شما با این کارتون به قول معروف فقط حقوق اینا رو دارین زیاد میکنین، به قول معروف پاداش برای این. البته اگر از خوب آزن و بچه‌شون دعاتون میکنن، چون بالاخره همسرشون پاداش میگیره، یه مقدار وضعشون بهتر میشه. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. خدا قوت بده بهتون. زنده باشید. تشکر از شما. خدا حافظ. خدا نگهدارتون برادر عزیز. تشکر از شما. من با شما موافقم تا حدی که نباید زیاد به اینا وقت داده بشه، اما ببینید همین وقت دادن ها، همین بحث ها، همین نماینده تعیین کردن ها، مثلا من نمیخوام حالا فامیلیشو بگم، علی بیشرف به قول آقای مولازاده، یکی از بینندگان فامیلیشون شریفی است، ایمیل فرستاده بودن که دیگه اسم این رو ذکر نکنید که به ما بر میخوره. منم بعد از این میگم علی بیشرف. این اومد آقا ما مناظره میکنیم، گفتیم مدارک بفرست، گفت مدارک
بهانه آورد. ما گفتیم خب برو یک تاییدی از قزوینی بیار. قزوینی در برنامه زنده تاییدش کرد. ما هم به عنوان نماینده قزوینی باش تقریبا 1.5 ساعت بیشتر صحبت کردیم. این مناظره سبب هدایت هزاران نفر از شیعه به مذهب اهل سنت شد که به این نتیجه رسیدن که قزوینی داره دروغ میگه و این نمایندهش نتونست دفاع بکنه. آبروش رفت. دیگری اومد که میخواست ازش دفاع کنه. ابوالقاسمی اومد ازش دفاع بکنه. چند برنامه ابوالقاسمی کلیپ های ما رو پخش میکرد، جواب میداد، به اصطلاح میخواست از قزوینی دفاع بکنه. اونم که آبرو و عزتش برباد رفت و بعد از این زد به سیم آخر شروع کرد به فحش و فحشکاری و تهدید کردن مولوی عبدالحمید حفظه الله که اگر جلوی شبکه وصال حق رو نگیری ما برات آبروریزی درست میکنیم و کلیپاتو پخش میکنیم فلان میکنیم، که بعد دیدیم که مسیرش چی شد. یعنی تا به این اندازه اینا خسته شده بودن از کلیپ هایی که ما پخش میکردیم و همین بحثایی که برادر عزیز با نماینده اینا باشه. اینا شاگردای قزوینی ان اینا. بله. حسن باقری اومد سر و صدا را انداخت، آبروش رفت، دیگه خبری ازش نیست. برنامه درست کردن به نام ندای شیعه، 2-3 قسمتش رو که جواب دادیم، بعد از اون تعطیلش کردن. بعد همین قزوینی مجبور شد که ابوالقاسمی رو بیرون بندازه از شبکه. مجبورش کردیم قزوینی رو که ابوالقاسمی رو دور بندازه از شبکه ولایت. مجبورش کردیم، با عزت و با قدرت مجبورش کردیم، به فضل الله سبحانه و تعالی مجبورش کردیم، چون دیگه جوابی نداشت. آبروش رفته بود، مجبور شد که اخراجش بکنه. باقری هم اخراج شد، شریفی هم اخراج، بیشرف هم اخراج شد، همه اینا رفتن. موند خودش تک و تنها. 1.5 ساله که زیر ضربات کوبنده کلیپ های دروغش دارش دست و پا میزد. آخر مجبور کردیم که از شبکه ولایت استفاده بده. اومده که نه والله تالیفات داره. میگه که این تالیفات داره. کسی که تو شبکه بیا جلوی میلیون ها نفر اینطوری دروغگویی بکنه، شما فکر میکنید تالیفاتش دروغ نمیگه؟ کتابی نوشته بود در مورد صحبت‌هایی که با دکتر سعد بن حمدان الغامدی استاد دانشگاه ام القرا داشت. جوابی که برش نوشته شد چنان ساکتش کرد که دیگه نتونست صداش در کتاباش هم دروغ میگه. حالا اگر که بعد از این ایشون در شبکه ولایت نمیاد میره تعریف میکنه، ما انشالله کتاباشو میاریم، کتابایی که تعریف کرده، بعد از این کتاباشو تو برنامه زنده نشون میدیم که در کتاباش چه دروغایی گفته که مردم بشناسنش. خر همان خر است، فقط پالانش عوض کردن. دیروز کارشناس شبکه ولایت بود، این روز شده مؤلف و نویسنده. میگن که خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید همان خر باشد. قزوینی همون قزوینیه. در تعلیف هم دروغ میگه، در شبکه هم دروغ میگه، در رادیو هم دروغ میگه، در حوزه هم دروغ میگه، در دانشگاه هم دروغ میگه. حتی اعتراف کرده، اینم از سایتشون، که بعد از اینکه ما خبرش رو پخش کردیم مجبور شدن از صفحه شبکهشون به اصطلاح از سایتشون حذف بکنن، که در اینجا میگه که ایشون مال و سلامتی و آبرو و زندگیشون رو فدای این مسیر نورانی کردن. آبروشون این یکی رو دیگه راست گفته، آبروشو یعنی فدا کرده، اینو راست گفته. خب بدبختی بیچاره، نیاز نبود که آبرو تو فدا بکنی. آبرو رو کسی فدا نمیکنه، آبروشو برای خودش نگه میداره. اما تو از بعد دروغ گفتی، آبرو تو از دست دادی، از بس تلبیس و خیانت کردی، بی عزت و بی آبرو شدی. نیاز نبود که آبروریزی برای خود درست بکنی. بیا راست بگو، با عزت و با آبرو بشین برنامه اجرا بکن. مجبورت کرده بودن که دروغ بگی، که اینطوری فرار بکنی از شبکه ولایت. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، سلام عرض کنم خدمت بینندگان گرامی. جناب انصاری، من میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من محمد هستم از ایران. محمد از ایران. آقا محمد، در مورد دروغ آیت الله قزوینی فقط حق دارید که در این برنامه صحبت بکنید، چون که موضوع اساسی برنامه من آقای قزوینی کار ندارم. من توی برنامه با شما تماس گرفتم. آقای محمد عزیز، آقای محمد قبلا سر صدا نکن.
ببین آخوند جماعت حسن شما عزت آبرو ندارید، سر صدا نکن. یک بار به اسم عبدالله زنگ میزنی، یک بار به اسم محمد زنگ میزنی. در این برنامه آخوند جماعت با خجالت میکشید. شما حتی تو کوچه و بازار ایران نمیتونید که با لباس آخوندیتون برید بین ملت. خجالت میکشید. آقای معتز سر صدا نکن. روش برنامه اینه که هر آخوندی که زنگ میزنه باید در مورد موضوع برنامه صحبت بکنه. در مورد موضوع برنامه صحبت بکن، نظرت رو بگو، بعد از اون هر مطلبی رو که دوست داشتی انشالله میتونی مطرح بکنی و من پاسخ خواهم داد. متوجه شدی؟ الو. متوجه شدی محمد جان؟ الو. محمد آقا متوجه شدی؟ من که اصلا صداتون رو نداشتم. خب دفعه دیگه زنگ بزن انشالله صدامو خواهید داشت. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. بلوچ از بلوچستان هستم. بفرمایید برادر عزیز. حالشو خوبه جناب انصاری؟ سلامت باشید. الو. بله بفرمایید. صداتون داره پخش میشه. بفرمایید. حالشو خوبه جناب انصاری؟ سلامت باشید. بزرگوارید. بفرمایید. جناب انصاری این آقایی که با شما مناظره کرد اصلا برای ما مشخص نبود آیت الله بود، حجت الله بود، مرجع تقلید بود. بالاخره برای ما مشخص نبود. بعد برای همه بینندگان مشخص بود که این چرت پرت میگه، از این شاخه به اون شاخه میپره. از شما خواهش میکنم همچون کسای مناظره نکنید، وقتی بینندگان به هدر نبرید. متشکرم. تشکر از شما. حتما. ایشون زیاد تماس میگرفت به برنامه و ایمیل فرستاده بود که شما به ما وقت نمیدید. من برای اولین بار به این آقا وقت دادم، حتی وقت خودم رو شاهد هستید که من 1 دقیقه صحبت کردم، گفتم بقیهش مال تو، منتها در وقت خودم از تو میخوام که همین 1 پاراگراف رو ترجمه بکنی که میگید تقطیع شده. اما دیدید که وضعیتشون چطوره. من میدونم وقت برنامه گرفته میشه، دوستان عزیز دوست دارن بیان رو خط صحبت بکنن، اما این رو به یاد داشته باشید که این بحث‌ها، این گفتگوها سبب میشه میلیون ها نفری که دارن میبینن این برنامه رو حداقل یک تلنگری ایجاد بشه در ذهنشون که نکنه این راهی که دارن میرن پیروی از این آخوندهای دروغگوی مکار این راه غلط باشه. فقط هدف و منظور ما همین است. ایجاد این بیداری در ذهن اینها سبب میشه که ما در طول مدتی که برنامه داشتیم خودتون شاهد بودید که بارها عزیزان شیعه تماس گرفتن، هم بعضی کسایی که حتی به من فحش دادن. من یک برادری نمیدونم اسمش احمد بود یا حمید بود، در یک برنامه تماس گرفت. ایشون در یک از برنامه همینطوری زنگ تا تلفن رو جواب دادم، برنامه زنده، هرچی از دهنش اومد به من گفت. بعد از 6 ماه زنگ زد گفت من قبل از اینکه صحبت بکنم یک معذرت خواهی از شما بدهکارم. من به شما 6 ماه قبل تماس گرفتم، فحش دادم، ناسزا گفتم، معذرت خواهی میکنم. ببینید این شاید یعنی انسان هایی هستن که مثل سنگ هیچ تأثیری نمیکنه در اونها، اما من بر این عقیده هستم که شیعیان فریب این آخوندا رو خوردن. من بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، عزیزان اهل سنت خواستن دوستان ما این رو یعنی به یاد داشته باشید که خیلی از شیعیان در ادعای محبتی که به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارن صادقن. از همین صداقت، از همین عواطف پاک، از همین احساسات پاک این ملت، این آخوندا دارن سوء استفاده میکنن به نام خمس و صیغه و دارن سوار ملت میشن. از احساسات پاک مردم دارن سوء استفاده میکنن. و هدف ما در اینجا نشان دادن چهره‌های کثیف این آخوندها و پیروانشون مثل علی و حمید و محمود و اینایی که هستن با اسمای مختلف، رضا و موسوی و اینا که میان تماس میگیرن از اینها دفاع میکنن. این آقایی که مثلا عبدالله محمد گفت از ایران، بعد اسم قبلا توی برنامه به اسم عبدالله زنگ زد، اینا آخوندن. آخوند جماعت سلام علیک کرد متوجه میشه که این آخونده. از طرز صحبت کردنش معلومه که اینا آخونده. و اینا هیچی برای گفتن ندارن. اگر داشتن، اگر قزوینی که آیت اللهشون است، مدیر شبکه ولایت بود، اون شبی که من تماس گرفتم وصل میکرد. ما نمیخوایم با اینا صحبت بکنیم، اینا در شأن ما نیستن، در شأن مراجع ما نیستن، حتی نمیتونن کفشای مراجع ما رو جفت بکنن، ما با اینا صحبت نمیکنیم. تکبر و غرور و این صفت شیطان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین، خاتم الانبیا، سید اولاد آدم، در 13 سال دعوتشون در مکه در مراسم حج میرفتن خیمه به خیمه
خیمه‌های حجاج رو دعوتشون میکردن، تو مجالس میرفتن، با سنگ مردم اینا رو میزدن. رفتن طائف برای دعوت مردم، خون از بدنشون جاری شد، مردم با سنگ ایشون رو زدن، اما ایشون دعوتشون رو ترک نکردن. حتی الله سبحانه و تعالی به غیرت آمد از زجری که رسول الله صلی الله علیه وسلم در طائف کشیدن، با سنگ زدن رسول الله رو. اوباش مردمای بی سواد کوچه و بازار با سنگ پیامبر رو زدن. جبرئیل اومد گفت یا رسول الله، ملک کوها آمده است، فرشته کوها آمده است، میگه اگر امر بکنی این دو کو رو به هم میزنیم که همه اینها رو اینجا نابود بکنیم. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم چه فرمودن؟ نخیر، امکان داره از نسل اینها انسان‌هایی بیان که الله سبحانه و تعالی رو بپرستن. و همون بود که بعد از فتح مکه، بعد از حنین، مردم طائف اومدن مسلمان شدن و تا امروز که امروز است مردم طائف و مناطقی که بودن نزدیک مکه مسلمان هستن و چه یعنی دفاع جانانه‌ای بعد از اون از اسلام کردن. اما اینا نه خیر، ما با هر کی صحبت نمی‌کنیم. شما نمیتونید صحبت بکنید، شما حرفی برای گفتن ندارید. اگر حرفی برای گفتن می‌داشتی از شبکه ولایت فرار نمی‌کردی. و ما ترکش نمی کنیم. دوستان عزیز در بخش پژوهش پیگیری تو هر شبکه‌ای بره دروغ بگه دنبالش هستن، کلیپاشو میگیرن، تو برنامه پخش خواهیم کرد. هر کتابی، مقاله‌ای، چیزی که بنویسه اینجا نشون خواهیم داد در برنامه زنده جلوی دوربین که این همون دروغگوست، همون قزوینیه. بیننده بعدی سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. عارف هستم از خومین مزاحمتون میشم. خوبی الحمدلله. سلامت باشید عارف جان، بفرمایید. همینطور که فرمودین این مناظره بسیار جالبه، چون سوال برای خیلی پیش میاد و همین افراد که گوش میکنن آگاه میشن. خب خیلی از اینا قصد همینه که وقت برنامه رو بگیرن، نمیخوان آگاه بشن. یعنی که حق جوابی نداره. اگر با یک روزی قرآن می‌بینیم که چی برحق چی باطله، واقعا مشخصه. این قرآن روایت فلانی یه موضوع به قرآن تون آقا ببین حرف درست یا نبپذیر، اگر نیست نپذیر. متاسفانه بعضی از اینا مغرضن، زنگ میزنن با عصبانی طوری که ایشان میخوان مثلا دشمنشون از پا در بیارن. شما اگر حرف حسن داری خود شما بیار با اصلاح و حرف تو بزن و اگر میتونی منو قانع کن. من امروز دستورم جایی که صحبت میکردم گفتن که آقا مثلا این راه اشتباه، این راه درسته. گفتمان شبکه‌ها که میرن نگاه میکنه گفتم اصلا آقا این حرف چی؟ سنی شیعه اسلام قرآن مال اسلام ها بکنید. اسلام به من تاکید نگره شما شیعه یا سنی باشید، مسلم باشید، مسلمان باشید. مسلمان کیه؟ که برابر قرآن سنت نبی باشه. حالا اگر شما پیرو به حضرت علی هستن، پیرو به اهل بیت هستن، خب اهل بیت یا سنت رو عمل نکردن، اونا دقیقا سنت رسول الله رو عمل کردن. این باید همون عمل کنید. چرا خودمون رو شیعه می‌دونیم و عمل نمی‌کنیم به اون چیزی که حضرت علی نهج البلاغه گفته؟ این رو براش گفتم آقا شبکه رو نگاه کن خیلی خوبه، ولی با این حال همیشه رجوع کنید به قرآن. من از همه میخوام خواهش میکنم، این یه چیزی شوخی نیست. فردا قرار بمیریم و در قبر قرار بگیریم، اونجا هیچ احدی نمیتونه کمک ما کنه، حتی پیامبر صلوات الله علیه نمیتونه کمک ما کنه اگر من مشرک برم از دنیا. بیایم راه خودمون رو برابر قرآن انتخاب کنیم، برابر سنت رسول انتخاب کنیم. اون چیزی که قرآن گفته واقعا بپذیریم، خودمون رو نه جلوتر از قرآن بریم نه عقب‌تر باشیم. فلانی آیت الله، خب 10 تا از این القاب هم که داشته باشی وقتی شما درست نباشی فایده نداره. من یهود و نصارا مگر آیت الله و فلان ندارن؟ اونا دارن خیلی خوش‌تی‌تر از اخوندای ما. ما ببینیم که واقعا نام خداوند چی میگه و کی رو تایید میکنه. وقتی که کلام خداوند صحابه رو تایید میکنه، ما باید مثل اونا رفتار کنیم. ممنون از برنامه خوبتون، ان شاءالله که همیشه موفق و مؤید باشید. از رضای هم خبری نیست، دیگه زنگ نمیزنه، نریدمش این چند روز. سلامت باشید عارف جان، الله مطالب ستون کنه. قربان شما رو به خدا میسپارم، ان شاءالله موفق و مؤید باشید. قربان شما، خدا باشید، خدا نگهدارتون. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. وصال حق. وصال حق، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. وصال حق. وصال حق، ابو علی بفرمایید. منم ابو محمد از اهواز زنگ میزنم. ابو محمد، ابو علی بفرمایید. حالتون خوبه آقای انصاری؟ سلامت باشید. آقای انصاری حالتون خوبه؟
الحمدلله. بفرمایید برادر عزیز. آقا اینا از دین چی میفهمن؟ از دین هیچی نمیفهمن. خودم شیعه بودم. قبلا من هیچی نمیفهمیدم. قبلا من خودم شیعه رافضی بودم، هیچی نمیفهمید. درست. الله المستعان. تماس ایشون قطع شد. امیدواریم که بتونن دوباره زنگ بزنن. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم. لطفا صدای تلویزیون رو ببندید. الو. بفرمایید. الو سلام استاد انصاری. سلام و رحمت الله. آقا جهان هستم از ورامین استاد انصاری. بفرمایید برادر عزیز. میخواستم راجع به قزوینی صحبتی داشته باشم با شما و بینندگان عزیز. بفرمایید. استاد انصاری، دروغ‌های آقای قزوینی چون از ایده 35 سال 40 سال که دروغ‌ها در ایران مد شده، اون هم میخواد دروغ‌های این 40 ساله که برای این ملت ناخدا دروغ بستن میخواد محکم‌تر بکنه. خب بنده خدا شاید بدون داره دروغ میگه، اما این ایده‌ای که آخوندهای افراطی در ایران داره میخواد اون دروغ‌ها را همچنان محکم‌تر بکنه در جامعه اسلام ما. اما اینطوری نیست استاد انصاری. الحمدلله، شکر خدا، شبکه‌های توحیدی که الان یک چند سالی که واقعا برنامه هاشون رو ارائه میده، دروغ‌های اینها را الحمدلله از روز روشن‌تر کرده. اما ملت ما استاد انصاری یقین بدونن که واقعا این خداوند از دین خودش حمایت میکنه. نمیشه که واقعا دروغ را همیشه به مردم دروغ ابلاغ کرد. به نظر من استاد انصاری دروغ‌های قزوینی همینی که عرض کردم خدمت شما همینه. حالا بازم شما یه توضیح مختصری به بینندگان انجام میدید. زنده باشین استاد. سلامت باشید جان برادر عزیز. الله متعالفتون کنه. تشکر شما. ببینید دروغگو است. میگن سگ به دریای هفتگانه بشوی چون که تر شد نجستر گردد. این در همون استعفاش هم دروغ گفته، تو شبکه که دروغ میگفت. این استعفا یک بهانه است. این اطلاعی که پخش کرده که به خاطر نمیدونم مشغولیت و تعلیف و این مسائل، این دروغه. قبل از شبکه همین کارا رو میکردی، خب اون ادامه میدادی اگه فکر میکردی اون کارت بهتره. ثانیاً اینا مؤسسه‌ای دارن به اسم مؤسسه ولیعصر. اونجا جمع کردن یک مشت آخوند مثل خودشون، آخوندهای پولکی، یکی رو میارن که آقا این هدایت شده و به اسمش 10 تا کتاب میگیرن، تعریف میکنن و ترجمه میکنن، نشر میکنن. این کار دارن انجام میدن. همینجا تو استعفاش هم دروغ گفته، بعد از استعفا هم دروغ خواهد گفت در تعریف، الا اینکه الله سبحانه و تعالی رحم بکنه و یک روزی ببینیم که تو همین برنامه اون روزه که ایشون تماس بگیره و اعلان ندامت بکنه از دروغایی که گفته. و این برای الله سبحانه و تعالی سهل است که امثال قزوینی هدایت بشن. سران شرک و کفر در مکه اومدن مسلمان شدن و مسلمان‌های خوبی شدن، به اسلام خدمت کردن. امیدواریم که یک روزی قزوینی قبل از مرگش، قبل از اینکه اجل به سراغش بیاد و با کله بره پیش خمینی در جهنم، بیاد توبه بکنه. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستید آقای انصاری؟ سلامت باشید. آقای انصاری، احمد هستم از اهواز تماس میگیرم خدمت. آقای احمد. جناب انصاری، خواستم بپرسم که حکم جشن میلاد گرفتن برای پیامبر اکرم چیه؟ آیا جایزه، گناه، بدعت، شرک، خوبه، بده اینکه جشن میلاد بگیری برای پیامبر؟ ببینید من از شما یک سوال میپرسم، اصلا جشن میلاد گرفتن کار خیریه یا کار شریه؟
چه میدونم، تو کارشناسی، تو جواب به من. ما میخوایم به یک نتیجه برسیم. من جواب شما رو خواهم داد. به نظر شما به عنوان یک بیننده، به عنوان یک انسان مسلمان، جشن میلاد کار خیره یا کار شر؟ بفرمایید. بیننده عزیز قطع کرد. ببینید شما چه هدفی داشتید، الله سبحانه و تعالی باهاتون محاسبه بکنه. اما من جواب میدم شما اگر جواب میدید. جشن میلاد کار خیر است یا کار شر؟ اگر کار خیر است، رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار خیر رو انجام دادند یا ندادند؟ صحابه این کار خیر رو انجام دادند یا ندادند؟ اهل بیت این کار خیر رو انجام دادند یا ندادند؟ ائمه مذاهب اهل سنت، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفه رضی الله عنهم اجمعین این کار خیر رو انجام دادند یا ندادند؟ تابعین امت انجام دادند یا ندادند؟ اگر انجام دادند، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. دلیلی ولو ضعیف، ولو تو حاشیه یکی از کتاب ها برای من بیارید که اینا این کارو کرده باشند. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم از روز میلاد خودشون که خیر بوده بنابر جواب اول تجدید نکردن، پس یک کار خیری رو ترک کردن و حاشا و کلا که رسول الله صلی الله علیه و سلم کار خیری رو ترک بکنن و کار خیری رو که برای امت خیر بوده امت رو از اون آگاه نکنن. اگر اهل بیت و شاگردان رسول الله این کار رو کردن، کار خیر رو، دلیل. اگر نکردن و کار خیری رو انجام ندادن، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم کار خیری رو که بعد اینو انجام میدادن بهشون نرسانده، در حالی که الله سبحانه و تعالی ایشون میگه بلغ ما انزل الیک، برسان، فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر که نرسانی ای محمد صلی الله علیه و سلم، رسالت تو تکمیل نمیشه. پس اگر که کار خیری رو پیامبر به امتش نرسانده، العیاذ بالله رسالتش تکمیل نشده. اگر بگید که نه کار شری است، پس السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ما با شر کاری نداریم. این جواب برای کسانی که عقل دارن، برای اولوالالباب. در قرآن کریم این اولوالالباب رو بزنید، الله سبحانه و تعالی مثال هایی رو میاره، یک جواب در آخرش میگه اینها نشانه هایی است برای کی؟ برای اولوالالباب، کسانی که عقل دارن، شعور دارن. حالا بیا به سر و کله هم دیگر بزنیم که آی بحث فلان نمیدونم این و بدعت است و شرک است و کفر است و فلان و علان، اینا رو همه رو بذارید کنار. هر کدومتون الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه افلا تعقلون، آیا عقل ندارید؟ این عقل رو برای چی داده خداوند؟ برای اینکه ازش استفاده بکنی. سوال ساده و بسیط، هر کس میتونه که برای خودش جوابی پیدا بکنه. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام جناب استاد. سلام و رحمت الله. استاد انصاری خسته نباشی، خدا قوت. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ الو. بله بفرمایید. جناب استاد انصاری خسته نباشی استاد. سلامت باشید. تشکر از شما. الو. تشکر میکنم. ایشون تماسشون مشکل داره، امیدوارم مشکلشون رو حل بکنن و دوباره تماس بگیرن. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. عزیزانی که تماسشون برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت بکنید. خیلی از مشکلاتی که تو تماس ها هست به سبب این است که دوستان صدای ما را از طریق تلویزیون میشنوند. صدا از طریق تلویزیون با حدود 3-4 ثانیه تأخیر پخش میشه. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای انصاری. من یه سوال داشتم از خدمتتون.
امیدوارم واضح به سوال من جواب بدید. خانم محترم، در مورد آیت الله قزوینی و دروغی که ازشون پخش کردیم صحبت بکنید، بعد از ان شاءالله سوال شما رو هم پاسخ خواهیم داد. آقای انصاری، من کلیپ های شما را دارم. صحبت های شما هم با آقای حیدری گوش دادم همین 1 ساعت پیش. کلیپ هاشون هم دارم، حضور شما پخش میکنم که شما بفهمید که نباید دروغ بگید. خانم محترم فارسی متوجه میشید یا نه؟ من خدمتتون عرض کردم آقای حیدری زبانم دارن، گوشم دارن، ما وقت کافی هم بهشون دادیم، ایشون میتونستن از خودشون دفاع بکنن و به اندازه کافی بهشون وقت داده شده و در برنامه هفته آینده هم اگر در رابطه با موضوع صحبت بکنن بازم بهشون وقت خواهیم داد به اذن الله تعالی. شما لطفاً در مورد دروغ آیت الله قزوینی صحبت بکنید خانم محترم. من گفتم اگر میخواین صحبت کنید کلیپ ها را تشکر میکنم. جای پخش کردن کلیپ نیست، ما چیزی پنهان نداریم. اگر من صحبتی در برنامه زنده انجام دادم که شما صدای منو ضبط کردید و میخواهید پخش بکنید، این کار بی‌معنی است، چون آقای حیدری میتونستن این کارو بکنن و همه بینندگان هم شاهد صحبت‌های من و ایشون بودن. شما لطف بکنید در مورد شما همون هفته گذشته دروغی که گفتید تا هنوز خانم حکیمیان هستن ایشون، درست احمد؟ بله، خانم حکیمیان از اصفهان هستید. شما هفته گذشته دروغی گفتید تا هنوز اون دروغتون فراموش نشده. امیدواریم که اول بیایید از دروغی که خودتون گفتید معذرت خواهی بکنید، بعد از اون انشالله صحبت دیگری اگر داشتید میشنویم. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. آقای انصاری بفرمایید. خوبی آقای انصاری؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ قربونت. من حسین هستم از شیراز. میگم آقای انصاری. بفرمایید حسین جان. قربونت دارم. میگم آقای انصاری اگر آیت الله قزوینی الان بیاد توبه بکند، یعنی توبه بکند که بگه من حرفی که قبلا زدم گذشت کنید، شما قبولش میکنید؟ مکارم قبول نمیکنه، ما که قبول میکنیم چون الله سبحانه و تعالی قبول میکنه. نه آیا انصاری میگه یعنی اگه الان بیاد اینجا خودشون توضیح بدن که بگه من دروغ گفتم قبلا، تمام حرفی که زدن دروغ بودم، میخوام الان توبه کنم، بیان تو، شما قبولش میکنید؟ چرا نه؟ چون که الله سبحانه و تعالی میگه که در مورد کسانی که گناه کردن میگه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، از رحمت الله ناامید نشوید، خداوند همچنین آقای ابوالقاسمی ما رو قبول میکنید شما؟ یعنی به جمع خودتون قبولش میکنید؟ والا این مشکله کمی. نه خب برای چه؟ خب بگو نه قبولش میکنی، یعنی به جمع خودتون قبولش میکنید؟ نه. چرا؟ والا اگر که بیاد از همه اون صحبت‌هایی که کرده از اهل سنت معذرت خواهی بکنه، از صحابه و اهل بیت معذرت خواهی بکنه، با شاید در موردش فکر بکنیم. خب مخواستن رحم و مروتتونه بسنجم ببینن چی جوریه. تشکر حسین جان. ولی آقای انصاری قربونه دارم جان عزیز دلم، قربونه چشه قشنگات بشم، درد و بلاد بخوره تو سر این حمید، درد و بلاد بخوره تو سر این رضا از خوزستان. من مدت هاست برنامه شما رو دارم تماشا میکنم، نگاه میکنم. آقای قزوینی والله الله به گفتن خودش حرفی برای گفتن نخواهد داشت. یعنی اینقدر مفتخور دور اینا هست، یکیشون نگوید بیان مرد بشن جواب شما رو بدن. یعنی این پوله که دارن اینا میخورن نباید یکیشون پیدا بشن یه زنگی برای شما بزنن بگن آیا ایها الناس، آیا ملت ایران، آیا ما جوابی آیا انصاری بگی جور داریم میدیم. تا یه حرف و حدیثه همش بخوابه. مرد نیستن، غیرت ندارن، وجدان ندارن، شرف ندارن، آبرو ندارن. ندارید رضا از خوزستان، نداری حمید حیدری، نداری شرف، نداری وجدان، نداری آبرو، نداری عاطفه، ندارید. نه خودت داره، نه قزوینی داره، نه ابوالقاسمی داره، نه رهبرت داره، هیچ کدومتون نداری شرف و وجدان. درست. خدا نگهدار. تشکر حسین جان. الله مطالب است. من حالا خوبه که این حرفو بزنم الان،
من اطلاع دقیق از یکی از جلسات اینا دارم، از جلسه‌ای که در اون مسئول اطلاعات سازمان تبلیغات اسلامی، مسئول شبکه ولایت و عده دیگری از امین آخوندایی که در پی شبهه پراکنی و دروغگویی هستن، اینا در تهران داشتن. والله یعنی حرف تک تک آخوندا رو دارم که فلان آیت الله این گفت، فلان حجت الاسلام این گفت، اطلاعات این گفت، سازمان تبلیغات اسلامی رئیسش این گفت، همینا رو دارم. میگن که ما سالانه چندین میلیارد تومان به شبکه ولایت دادیم و داریم میدیم برای اینکه در مقابل این شبکه‌های وهابیا وایستن، حالا به قول خودشون وهابیا، و جواب اینها رو بدن. نه تنها نتونستن جواب اینها رو بدن، بلکه وصال حق با پخش دروغ‌های قزوینی آبرویی برای ما نگذاشته. والله الذی لا اله الا هو، حرف خودشون است، حرف خود رئیس سازمان تبلیغات اسلامی. این همه پول داریم میدیم، آخرم برای ما آبروریزی به بار آوردن. با همین عبارت گفتن که انصاری میاد توی برنامه دروغ قزوینی رو پخش میکنه، بعد تلفن‌ها رو باز میکنه، شیعه و سنی لعنت میکنن به ما. ما داریم این همه کمک میکنیم به شبکه ولایت که بیاد از نظام دفاع بکنه، از عقیده ما دفاع بکنه، اینا دارن اینطوری آبروی ما رو دارن میبرن. استعفای قزوینی استعفا نیست، از دمش گرفتن انداختنش بیرون. آبرو عزت نذاشته برای نظام و برای مرجعیت و برای سازمان تبلیغات اسلامی و برای اطلاعات. انقدر که ضربه‌ای که قزوینی به مذهب شیعه زده در طول تاریخ هیچ مرجع و آخوند شیعه نزده. با چی؟ با دروغگویی. بابا مگه مجبوری؟ راست بگو. بیا راست بگو، از کتب اهل سنت بحث علمی بکن، بحث منطقی بکن. به قول امین جان ای میگفت بحث علمی، بحث منطقی، بحث علمی، بحث منطقی. بحث علمی و منطقی بکنید. مجبورید دروغ بگید، بعد گیر بکنید 1 سال و 2 ماه و 3 ماه شده تقریبا یک مردی پیدا نمیشه در حوزه علمی قم که از یکی از دروغای تو دفاع بکنه. اما با وجود همه اینها اگر برگرده توبه بکنه، اول اینکه الله سبحانه و تعالی وعده کرده که میبخشه، ثانیاً واقعا با صدق اخلاص اگه توبه کنه به عنوان یک برادر مسلمانمان ما قبولش میکنیم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. من میخواستم که آقای انصاری به تماشام دوست دارید. شما دارید با انصاری صحبت میکنید و صدای شما در برنامه زنده داره پخش میشه. بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری خودتان هستید؟ بله بفرمایید. تشکر. زیاد خرسند هستم که با شما تماس شدم. زیاد مشتاق دیدار شما بودم آقای انصاری. از افغانستان هستم. با تماس هستم خد شما. آقای انصاری، من یک گفت با شما میگم، شما در همیش به همینا میگین که به شیعه یا به کسایی که التشیع هستن و یا کسایی که از مذاهب گم میزنن یا زیادتر مذاهب ترجیح میتن، با ما یک چیز زیاد مهم است. و ما همین گفتیم شما واطیع الله و واطیع الرسول. اگر کسی مسلمان است و آخرت میخواهد اسلام پیش ببرد، آخرت میخواهد که هدف جنت باشد، روز آخرت ایمان دارد، همین که به نظر ما خیلی کفایت میکند. درست. اگر اینا البته قبول ندارد، خصوصا ما امروز برنامه را دیدیم که آقای قذافی هست، قزوینی اینا ما چی میخوان خونشان که غرق گناه هستن. همین مردم ایران زیاد متوجه باشن انشالله. همین وصال حق، یعنی آقای انصاری چیزی که انشالله به شما خدا اجر بده.
که ما برنامه شما را تعقیب میکنیم. ما خود ما یک سنی بودیم. متاسفانه روزهایی بود که از شرکیات، از بدعات زیاد چی بگویم براتون و وجود ما ریشه کرده بود. ما این برنامه های شما را دیدیم. واقعا انشالله امروز خیلی خرسند هستم که ما شرکیات بدعات را انشالله به همکاری همین شبکه از بین بردیم و دوستارم توصیه کردیم. ما زیاد خرسند هستم که با برنامه شما هم صحبت هستیم، هم کلام هستیم. آقای انصاری، خداوند بر شما، بر دست کردنکاران شما اجر بده. یک زیاد خرسند هستم که با شما تماس شدیم. تشکر. سلامت باشید. تشکر از شما برادر. الله مطالعه فتون کنه. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد. سلام و رحمت الله. آقای انصاری؟ بله بفرمایید. حالشون خوبه استاد؟ سلامت باشید، بفرمایید. استاد جان، من یک خواهش عاجزانه از شما دارم، اینه که به این امیر حیدری بی سواد همیشه حمید جان نگی، ما را آزار میدید شما. این آدم بی سوادی که اصلا هیچ حالیش نیست. شما حمید جان میکنی واقعا اذیت میشه ما. انشالله ایشون تا که تصمیم نگیره که بحث علمی و منطقی بکنه و به سوالاتی که ما مطرح کردیم جواب بده، دیگه من بهش وقت نخواهم داد. تشکر میکنم از شما. دست شما درد نکنه. زنده باشید. سلامت باشید. دوستان عزیزمون در فیسبوک کامنت های متعددی گذاشتن. تشکر میکنم از تک تک این عزیزان، از عمر جان، از نصیر، از عبدالله، از فتا، از قیوم، از محمد، از عثمان، از عبدالخالق خالقی برادر عزیز، از زین الدین زهین، از سید، از عطا نوری، از ماجد بهرامی، از وطن دوست، از همه عزیزانی که در زیر پخش زنده ما در فیسبوک کامنت گذاشتن. از همه این عزیزان تشکر میکنم. الله سبحانه و تعالی همه شما بزرگواران رو حفظ بکنه و امیدواریم که این برنامه ها سبب روشنگری بیشتر در بین امت اسلامی بشه. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. انصاری هرچی بینندگان عزیز، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای انصاری علی هستم از خوزستان بود. علی جان، اگر در مورد کلیپ آیت الله قزوینی صحبت میکنید میشنوید. چشم. اولا من فقط یه انتقاد گزما بکنم آقای انصاری عزیز. ببین این بیننده‌ای که اومد و ما توهین کرد، ما اول سلام قرآنی بهش میگیم و با خاطب و مجاهدو قال سلام. دوما شرف و غیرت ما رو برو از آقای هاشمی و خدمتی بپرس. و سوالاتی که ما از خود آقای انصاری ببین آقای محترم، ببین الان گوش کن. آیا غیرت و شرافت همین است که یک لحظه گوش داغ نکن، گوش کن برادر عزیز، گوش کن سر صدا نکن. غیرت گوش کن. من در مورد همین یک چند ثانیه صحبتی که کردی، آیا غیرت و شرافت و مردانگی شما اینو اقتضا میکنه که شما در مورد آقای هاشمی و خدمتی و غیره که اینجا حضور ندارن و نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، شما در مورد اونا صحبت بکنید؟ برادر عزیز علی جان، ما اینجا شبکه وصال حقه. بذار حرف من تموم بشه. علی جان سر صدا نکن. علی جان گوش کن. خب من قطعت میکنم چون که باید گوش بکنی. هر وقتی که من بهت اجازه دادم، هر وقت که این غیرت و مردانگی و ادب و اخلاق رو یاد گرفتی، بعد از اون تماس بگیر. علی جان شروع میکنی موشک پرانی، آی فلانی و اسمای کسایی رو میگیری که اینجا حضور ندارن و از خودشون نمیتونن دفاع بکنن. ما کلیپ هایی رو پخش کردیم از همین قزوینی کذاب مدلس
و از شما خواستیم به عنوان شاگردا و دوستداران ایشون که هر موقع تماس میگیرید یک اظهار نظر خشک و خالی در موردش بکنید. اگر بارها اومدید زنگ زدید به من فوش هم دادید، من چیزی بهتون نگفتم. یک مدتی تو بلک لیست گذاشتیم، دوباره آزادتون کردیم. الان هر چه شل و کور و دیوانه بودن از سطل آشغال به سال حق به قول احمد جان انداختیم بیرون. گفتیم که بیان دوباره میتونن که میشه شاید آدم شده باشن، چون زندان حالا جایی است که انسان مدتی اونجا میتونه که یک تجدید نظری بکنه. گفتیم شاید اینا آدم شده باشن، دوباره اینها رو از بلک لیست در آوردیم. الان احمد جان کسی هست در بلک لیست؟ 3-4 نفری که چند روز اخیر فوش دادن، فوش ناموسی دادن هستن، بقیه همه رو دوباره آزاد کردیم. حتی علی شریفی، علی ناشرف میباشید، ایشون هم میتونه زنگ بزنه در برنامه و اظهار نظر بکنه در مورد دروغ‌هایی که گفته قبلا. بیایید علمی منطقی صحبت بکنید. ببینید همین حمید تا لحظه‌ای که داشت، با وجود این که والله از اول برنامه تا آخر برنامه وقتم بهش دادم، وقت خودم بهش دادم، یک مطلب علمی ایشون ارائه نکرد. آقا شما کلیپ رو تخطی کردید. وقتی میگم خب کجاشو تخطی کردید؟ اونجاشو تخطی کردیم. خب بیا همین جایی که ما تخطی کردیم شما ترجمه بکن که چی میگه. نه، شما اول در مورد اون یکی صحبت بکن که اونجا اینطوری شده. از این شاخه به اون شاخه میپرید. علی جان یک کمی آدم شد، تو رو به خدا. یعنی از صدات معلومه که شاید سنت از 30-40 سال بالاست. یک کمی آدم بشید. شما کی میخواید یاد بگیرید صحبت کردن، آداب معاشرت، با یک مخالف چطور برخورد بکنی؟ همین گوشی رو بعد سلام علیکم آقا تو فلان و علان و این، بید آروم. قبل از اینکه تماس میگیری باج خانومت بگو یک لیوان آب سرد بده، یک چند تا نفس عمیق بکش، بعد با خون سردی تماس بگیر. ما اینجا دعوا که نداریم، میخوایم دوستانه با هم دیگه صحبت بکنیم. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شب بخیر آقای انصاری عزیز. شب شما بخیر برادر عزیز. ابو اسماء گرامی بفرمایید. قربانت، من میپرسم از این خانمی که از اصفهان همیشه میاد و میخواد دروغ‌های قزوینی راست کند. آیا این قزوینی یک دروغ 100 دروغ داره؟ چی کارش میکنی؟ شما اگر میتونید دفاع کنه از نماینده خامنه‌ای در شهر خودتان، آقای اصفهانی، که گفت آقای خامنه‌ای وقتی به دنیا آمد همون دقیقه آمد بیرون شکم مادرش گفت یا علی این ثابت کن برای من. قزوینی دروغاش حتی بچه ها نواش در مدرسه مسخره میکنن بچه ها. این استعفا دار، شما استعفا بدید. ولی من از ابو اسماء عزیز صدا شما قطع شده اما روی خط هستید. بیناموسی که این کارا کردن. ولی من از اون آقا میپرسم بس بم اون طرفای دیگر اونا هم سنی بودن. خدا حافظ. تشکر ابو اسماء عزیز، الله متعالفتون کنه. برادر عزیزمون آقا سهراب از تاجیکستان شعری فرستادن و فرمودن که این شعر رو در برنامه زندان روی سکه بخونیم. ما هم درخواستشون رو لبیک میگیم و میخونیم. ایشون نوشتن ای روافض این قباحت تا کجاست، این جهالت این زلالت تا کجاست، شرم باد مر شما را ای سران رافضی، این صفاحت این کثافت این خیانت تا کجاست، خون مردم میخورید کارتان فند و فریب، هم خیانت هم دروغ و هم جفا کسب شماست، ایج مپندارید که ما از غافلانیم چون شما، نه حسین و نه قبور بلکه توحید دین ماست، از شما نیستم هرگز ای خران کوچگی، چون شمایید قبر پرست الله یکتا رب ماست، حال که فرصت داده است زود روید توبه کنید، ورنه حتما آن جهنم موعد و جای شماست. تشکر میکنیم از سهراب جان، الله متعال حفظتون کنه. من 2 بیتی از شعرتون رو برز معذرت نخوندم چون به نظر من زیاد زیبا نبود. سعی کنید که ادبیاتش کمی عوض بکنید. الله متعال حفظتون بکنه و سعادت دنیا و
آخرت نصیبتون کنه. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. به صالح حق بفرمایید. من تازه خطم قطع شد. آقای ابو محمد. ابو محمد بفرمایید ابو محمد عزیز. آقا من خودم اینا چه دینی دارن؟ من خودم قبلا شیعه رافضی بودم. درست. الان نزدیک تقریبا 4 سال که هدایت از خدا. الحمدلله. خب من قبلا هم دین عجیب و غریبی داشتم. همیشه به پای حسینیات میرفتم، مینشستن، گوش این آخوندا را گوش میدادم، حرفهاشون رو گوش میدادن، حرفهایی میزنن، از خدا نمیگن، از قرآن نمیگن. درست. اصلا از خدا و از قرآن نمیگن. حرفاشون از دلشون در میارن، نه قال الله قال الرسول. درست. شما آقای انصاری، شما شیعه علی بن ابی طالب هستم، حالا خودم هم شیعه علی بن ابی طالب هستم. در این حد حالا خودم 4 سالمه. ماشاءالله. الان 4 ساله که شیعه علی بن ابی طالب هستم. من افتخار میکنم که شیعه و پیرو حیدر کرار، علی مرتضی، داماد رسول الله، همسر فاطمه زهرا، بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین اهل بیت شیعه ایشون باشم. شیعه یعنی پیرو، همه اهل سنت شیعه علی هستن، پیرو علی هستن. اینا تازه آقای حیدری دارم، ولا اینا اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. آدم میخواد چقدر عمر کنه؟ 70 سال 60 سال میخواد عمر کنه؟ قرآن حجاب را میگه. درست. خب الان والله من خدا وکیلی الان نزدیک 44 سال عمرمه. الان تو این 4 سال اصلا فرق کردم. نفسم فرق کرد، حواسم فرق کرد، ذهنم تمامش فرق کرد. ماشاءالله. از این 40 سال که رفته. الحمدلله. حقیقتا من به مردم کل کشور ایران میگم فردا میمیرید. این صالحات مال یمن دیروز کجا رفت؟ 33 سال عمر کرد تو استرسات و اونا رفت دار ابدی. همه میمیرن، همه ما اینجا مهمانیم. فقط آدم که میخواد ببره با خودش فقط عملشه. المال والبنون زینة الحياة الدنيا الباقيات الصالحات. چی به درد نمیگه؟ نه مالی، نه پولی، نه ثروت. همه بیدار دین اسلام، نه الله، دین رسول بروی. اما دستتون در نکن آقای انصاری. من خودتون عرب زبونم یاد فارسی بلد نیستم. تشکر ابو محمد عزیز، جزاک الله خیر. الله متعال شما رو ثابت قدم بداره در این راه. میرنده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ جان جور بخیر هستین؟ سلامت. فقیه الله هستم از افغانستان. بفرمایید برادر عزیز. ببخش برادر، خوشحال هستم که امروز شما در تماس شدم و زنده باشین. خدا شما رو در دنیا و آخرت زنده داشته باشه. خدا ایمان کامل براتون بده. آمین. برای همین برادرای شیعه میخواستم در شبکه شما یک پیام. بفرمایید. من کلی پروگرام شما را تعقیب میکنم از این آقای قزوینی و پدوینی و چزوینی و چیزایی که نامایی که دارن اینا. خرافات. ما در کشور خارج زندگی میکنیم، باور که مشرکا که ما سر میخوریم اینا خدا را قبول دارن، ولی این چیزایی را که من میبینم که شما پخش میکنین باور که اینا از فرعون هم کده بد هستن. درست. این چیزایی که اینا میگن، این خرافاتی که اینا میگن، اعوذ بالله چیزی را که خالق یکتا همه را خلق کرده، همه که به دست ازوسته میگه
خدا 14 تا خدای دیگه خلق کرده و همه چی و بخوای هم مرگ و زندگی به دست حسین و فلانی و بیسانی است. استغفر الله. اینها مگه قرآن نمیخوانند؟ ما به خاطر همین مردمی که بیچاره‌ای که اینها نمیخوانند و نمیدانند صدای مرا که میشنوند، به تمام این برادران شیعه که اونها نخواندن یا قرآن نخواندن، اینها باید قرآن بخوانند و سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله بخوانند، ببینن که قرآن چه رقم نازل شده و چه رقم باید تعقیب کنن. اگر که بخوانند که این مولای شیعه را سعی کنن، خلاص دنیایشان هم خراب است، ایمانشان هم خریدن، آخرتشان در بدر است. درست. یا اینمی چینل هایی که فعلا مثل چینل وصال حق و دیگه چینل های درستی که اونا از خدا از واحد یکتا صحبت میکنن، چرا میاره گوش نمیکنن؟ باور کو ما بیخی یگان پروگرامان که شما میگذاریم، ما کلی از او ویدیوها را سیف کردیم که خود بیخی هیچ باورم نمیشه. ما بودم برو شیعه یک چیزی یک نورمال یک چیز است، مگم اینها مشرک مطلق است. ما از قرآن ثبوت میگم مشرک مطلق است. من اینجا کدی مشرکای خارجی کار میکنم، براشون میگم کی تو را خلق کرده؟ میگه خداوند خلق کرده. some super powers over there. سبحان الله. مگم نمیگه که بیادر جون فلانه کس پاور داره و بسانه کس پاور داره و فلانه کس مرا خلق کرده؟ چیز نمیگه، چیزایی که خرافات ده که آقای غزوینیش میگه، دیگهش میگه، دیگهش میگه. چی رقم ده چی بلایی ما گرفت دادیم که این مردم؟ درست. خداوند شما را و همون کسایی که همراه شما در اونجا هستن خدا دمی دنیا و آخرت انشاءالله و قل جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زهوقا. الله اکبر. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. میبینیم که اینها برنده هستن یا ما و شما. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر یک جان. خداوند دنیا و آخرتتان خوب کنه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از این برادر عزیزمون. اعترافی که کفار دارند به الله سبحانه و تعالی، دقیقاً قرآن کریم به این مسئله در سوره مؤمنون اشاره میکنه، حالت مشرکین رو بیان میکنه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که الله سبحانه و تعالی به پیامبرش وحی میکنه که از اونا بپرس، قل بگو ای محمد که لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. احمد جان اگر نشون بدی، بگو ای محمد به اونها که زمین و کسانی که در زمین هستن از کی هستن، یعنی از آن کی هستن، مخلوق کی هستن. مشرکین چی میگفتن؟ سیقولون لله، میگفتن که از الله است. قل افلا تذکرون، چه پند میگیرید؟ بابا جان الله زمین و هانچه در زمین است از آن الله هست، پس چرا میرید به سراغ کسای دیگه؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، بگو که پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ الهی عظیم الهی کی است؟ سیقولون لله، میگفتن که الله هست. سبحان الله. قل افلا تتقون، بگو پرهیزگاری پیشه نمی کنید، نمی ترسید از این خدا. قل، اینجا خیلی جالب است، قل من بیده ملکوت کل شیء. کیست ای محمد، بگو که کیست که اختیار و فرمانروایی و مالکیت همه چیز به دست اوست. و هو یجیر ولا یجار علی، به او پناه برده می شود، او پناه می دهد و کسی در مقابل او پناه داده نمی شود. این کنتم تعلمون، اگر که شما می دانید. همین ابو جهل و ابو لهب همینا چی می گفتن؟ می گفتن که سیقولون لله، می گفتن الله، همون الله یکتا. بله همون الله یکتا. مشکل چی بود؟ مشکل ای بود که اینها میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها رو که نمیپرستیم. کی گفته که ما اینا رو میپرستیم؟ ما با اون خدای یکتایی که هست اعتقاد داریم، اما اینها
واسطه هستن، شفیع هستن، میانبر هستن. ما بندای روسیاییم، پیش خدا نمیتونیم بگیم یا الله منو ببخش، به من کمک کن. اینها ما رو به خدا نزدیک میکنن. شاید صدها بار گفته باشم تو برنامه ها، یک بار دیگه میگم، اسلام اومد که همین واسطه ها را از بین ببره. اسلام اومد که به انسان ها بگه که لا اله الا الله. اسلام اومد به ما بگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم، تنها از تو یاری و مدد میچیم. اگر قرار باشه که من امروز ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و شیخ عبدالقادر جیلانی و نمیدونم سیف الرحمن و علی و حسن و حسین و امام زمان رو بین خودم و خدا واسطه قرار بدم، شفیع قرار بدم، پس فرق بین من و ابو جهل و ابو لهب چیست؟ والله هیچ فرقی نیست. تازه این رو هم بگم که ابو جهل و ابو لهب بر مشرکین امروز که از غیر خدا میخواهن هزاران مرتبه شرف دارن. چرا شرف دارن؟ دلیلشو من از قرآن کریم خدمت شما عزیزان بیان میکنم. اگر امروز یک شیعه مشرک قبر پرست دوچار مشکلی بشه، مثلا مصیبتی بیاد، چی میگه؟ یا علی به دادم برس، یا فاطمه زهرا به دادم برس. من خدمت شما این آیه رو بیارم که خیلی جالب الله سبحانه و تعالی این رو بیان میکنه در مورد مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم. امروز اگر یک شیعه، یک پیرزده صوفی مزخرف گمراه یا هر کسی که هست دچار مشکلی بشه، ای شیخ عبدالقادر جیلانی مدد، یا رسول الله مدد، یا فلان به دادمون برس، یا چیا ببینید امام حسین به دادمون برس، یا مهدی ادرکنا، یا علی، یا فلان یا فلان. از جا بالا میشه یا علی، مشکل عذاب میاد، مصیبت رو داره با چشمش میبینه، یا ابوالفضل داره چیکار. اینها رو اینجا قرار بدید، اینا اسمشون مسلمانه، به خودشون میگن مسلمان. در کفه دیگری ترازو، حالا این ترازوی شرک سنج، ما میاریم ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و عتبه و ربیعه و شیبه و همینایی که اکثرشون تو بدر به جهنم واصل شدن توسط صحابه، همینا رو خداوند متعال در قرآن کریم در مورد اینها چی میگه؟ چون که قریش سوار کشتی میشدن برای تجارت که میرفتن به بعضی از مناطق، به یمن مثلا میرفتن یا که به شامات میرفتن، به مناطق میرفتن، کشتی سوار میشدن. بندر جده در اون موقع محل تردد کشتی‌های تجاری بود. وقتی که در کشتی سوار میشدن همیناها، همین ابو جهل و ابو لهب چی میگفتن؟ سوره عنکبوت آیه 65 فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی که در کشتی سوار می شدن خدا را با اخلاص می خواندن، می گفتن یا رب. پرسیدن خب پدر سوخته، تو که میای اینجا تو مکه میگی که لات و منات و عزا و بعد شدالایی که آخوندی بیاد بگه که اینا بت بودن، سنگ و چوب بودن. نه خیر برادر، اینا بت و سنگ و چوب نبودن، اینا انسانهای صالحی بودن که به حجاج کمک میکردن، آب و غذا میدادن، مردم مجسمه اینها رو ساخته بودن. اون موقع مثل شما گنبد و بارگاه درست نکرده بودن، مجسمه ساخته بودن. وقتی به ابو جهل میگفتی بابا ابو جهل پسر خوب، تو که تو این کشتی سوار میشی چرا لات و منات صدا نمیکنی؟ میگفت نه، اینجا میگفت غیر از خدای یکتا کسی به دادم نمیرسه. سبحان الله. بعد از اینکه وارد مکه میشدن، از ساحل و کشتی پیاده میشدن، خداوند چی میگه در اینجا؟ فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. بعد از اینکه به خشکی نجات پیدا میکردن شرک میورزن. اگر دچار طوفان و سختی میشدن در کشتی میگفتن یا الله، میگفتن این سختی ها و مشکلات رو غیر از الله هیچ کسی دیگه برطرف نمیکنه. اما در موقع آسایش و راحتی و این چیزا میرفتن زنا میکردن، شراب میخوردن، بعد میومدن پیش بود دوران آسایششون میگفتن خلاصه ما از این اشتباهات کردیم، تو بیا پیش خداوند شفیع ما شو، واسطه ما شو، ما رو یک کاری برامون انجام بده. امروز دقیقاً قضیه برعکسه. امروز مشرکین ما
مشرکین شیعه وقتی که شرک می‌ورزند در وقت شدائد، در وقتی که فقط باید یا الله بگن یا علی و یا ابوالفضل و یا فاطمه و یا فلان و علان میگن. پس شما رو به خدا این دوتا رو پیش شما بیارن، مثلا قزوینی در یک کفه ترازو، ابو جهل در یک کفه. ایمان کدومشون به الله بیشتره؟ یقینا که ایمان ابو جهل بیشتره، یقینا که ایمان ابو لهب بیشتره نسبت به ایمان قزوینی. همین سبب شد که الله سبحانه و تعالی به پیامبرش امر بکنه که اینها رو به راه راست بیار. پیامبر در این راه تبلیغ کرد، دعوت کرد، جهاد کرد، همینا رو گردنشون رو زد. امروز بین ما وحدت داشته باشیم، اشکالی نداره یکی رافضی بیاد اینجا در کنار من یا علی و یا حسین بگه 1001 شرک و کفر انجام بده، بعد میگم که خب دست شما درد نکنه برادر عزیز مسلمان من. نه، ما وظیفه داریم که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بهترین امت وقتی خواهیم بود که اینها را از شرکشون، از این گمراهیشون برحذر بداریم، به راه توحید و یکتاپرستی دعوتشون بکنیم. این بدبختی این از برادر عزیزمون از اهواز که در حسینیاشون، در به عنوان مساجد که اینها دارن، اینها اعمالی رو انجام میدن که والله ابو جهل و ابو لهب اگر بیاد ببینه میگه خدا رو شکر که ما 1400 سال پیش مردیم و اینطوری مشرک نشدیم، اینطوری گمراه نشدیم. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. آیا داری چرا قطع کردی؟ داری من صحبت رو بکنم این دیگه قطعی رو قطع میکنی. علی جان یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم گوش کن. نه هنوزم یاد نگرفتی، هنوزم هر وقت که یاد گرفتی ادب و اخلاق صحبت کردن و بعد زنگ بزن. عزیز دل برادر، وقتی تماس میگیری سلام علیک میکنی، من از شما سوال میپرسم، شما جواب من رو میدی، بعد از اون اگر من بهت اجازه دادم هر چقدر که میخوای بنال، اما اینطوری بیادبی نکن. یاد بگیر آداب معاشرت. تو داره یکم داری بهتر میشی، ان شاء الله امیدوارم بهتر از این بشی. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اکرم سر شده خوب ان شاء الله. سلامت باشید برادر عزیزمون از تاجیکستان، بفرمایید. خیلی درباره شهاد چیزی گفتن نیستم، فقط میگم که خداوند عقلشان میده دیگه. آمین آمین آمین. بعد یک سوال داشتم برادر، درباره یک گروه یعنی رافضی باشن که اعتقاد دارن که یعنی قرآن باید با حضرت علی رضی الله عنه داده میشید و ملائکه خطا کرده است با محمد صلی الله علیه و سلم. باش چشم، در این مورد صحبت میکنم ان شاء الله. بعد درباره چی میگم، من اعتقاد دارم که یعنی که وسیله بین بنده و خدا اگر وقتی قرار بتین تن بگیم که بر الله بی‌نیازه. درست باشه، من در این مورد صحبت میکنم. الله بی‌نیاز است. تشکر از شما، الله متعارفم کنه. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری گل، شبتان بخیر. شب شما بخیر، بفرمایید. زنده باشید. عزیز هستم. برنامه تان استاد گرامی سعی کردم وقت زیاد نمیگیرم، امشب یک خواهش دارم ازت. درست. ادریس جان با اینا چی کار بکنیم دیگه؟ اگر وقت بدیم اینطوری برخورد میکنن، وقت ندیم میگن که شما به ما وقت نمیدید صحبت بکنیم. من فقط یک مورد برای آقای قزوینی میگم. آقای قزوینی در یکی از برنامه‌های خود گفته بود که من دکترا دارم، 20 سال در مجمع در یک جای خواندم. اصلا خودم به این نتیجه رسیدم که همه قدر طول عمر خود یه استاد انصاری غیر دروغ و نیرنگ و فریب که هیچ چیز یاد نداره. این شاگرداشون که در شبکه وصالت زنگ میزنن اصلا همی ادب اخلاق از یاره که شما میبینین استاد انصاری خدا شاید است آدم خنده میده که سال یا ادب یاد نگرفتن، همی ادب اسلامی و
همین مذهبی رعایت ندارن، یا به مثل همون آخوند قزوینی این از دانشان هر چیزی که برایم میگه. دیگر امشب آقای انصاری خواهشم ایست است بوده، اگر اون کلپ آقای قزوینی را که از 1000 سال اگر پخش کنی خب از پیشت بسیار خوش میشه. چشم، همین الان انشاءالله پخش میکنیم. چشم، حتما انشاءالله. دست درد نکنه آقای انصاری، خدا شما رو موفق پیروز داشته باشه. یک ایمیل آقای انصاری براتون روی کردیم راجع به زکات، اگر ایپلایش کنی برام از خوش میشه. چشم، حتما انشاءالله. حتما انشاءالله. شب خوش، با خدا مسپارم. تشکر از شما. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. برادرمون از تاجیکستان در مورد شیعه پرسیده بودن. بله، فرقی از فرق شیعه، اول اینو بگم که من در هفته‌ای که گذشت در مورد فرق شیعه صحبت کردم، چطور به وجود آمدن، چطور پیشرفت کردن اینا، چطور اول یک امامی بودن، 2 امامی شدن و بعد 3 4 5 تا 12 امامی رسیدن. یعنی این در مرور زمان اینا تغییر شکل دادن، خیلی از اعتقاداتشون عوض شده. شیعه اثناعشری جامع الخرافات همه مذاهب فرقه‌های شیعه است. در حقیقت اینها علی رضی الله تعالی عنه رو برتر از رسول الله میدونن، برتر از همه انبیا میدونن، گرچه بعضیشون میان تقیه میکنن و فریبکاری میکنن، اما چون شیعه اثناعشری هم در حقیقت امتداد همون شیعایی هستن که این اعتقاد رو داشتن. در کتاب الانوار النعمانی از سید نعمت الله جزایری در جلد 2 که مؤسسه اعلامی للمطبوعات این رو چاپ کرده، اینم شناسنامه‌اش، در اینجا در صفحه 208 جلد 2 در مورد فرق شیعه که صحبت میکنه، در اینجا میاد میگه که الغرابیه، فرقی است به نام غرابیه، یکی از فرقای شیعه است که شیعه اثناعشری از همین فرق به تکامل رسیده. قالوا محمد به علی اشبه من الغراب بالغراب والذباب بالذباب فبعث الله جبريل إلى علي عليه السلام فغلط جبريل في التبليغ الرسالة من العلي إلى محمد. میگه غرابی فرقه‌ای بودن که اینها میگفتن که جبرئیل در مورد علی و محمد دچار شک شد، اشتباه کرد. چرا؟ چون میگه شباهت علی به محمد مانند شباهت کلاغ به کلاغ و مگس به مگس. بعد میان میگن که توهین میکنن وهابی‌ها. کتاباشون رو ببینید. شباهت علی به محمد مانند شباهت کلاغ به کلاغ و مگس به مگس است. فبعث الله جبرئیل الی علی، خداوند جبرئیل رو فرستاده بود که برو وحی رو به علی بده، یعنی علی باید پیامبر خاتم میشد. فغلط جبرئیل فی تبلیغ رساله، جبرئیل اشتباه کرد در تبلیغ رساله و به پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی به حضرت محمد داد. قال، اینا شاعری داشتن که در مورد این میگه که غلط الامین ان حیدر، یعنی جبرئیل امین در مورد حیدر غلط کرد. فیلعنون صاحب الریش، یعنی جبرئیل پردار رو لعنت میکنن، یعنی حضرت جبرئیل رو این فرقه شیعه لعنت میکنن. اینا خیلی عقاید خیلی زشتی داشتن و این نمونه ای از توهین هایی است که دارن در کتاباشون. من قبلا هم در یکی از برنامه پخش کرده بودم که یعنی وقتی که میان توهین میکنن به اهل بیت، تشبیه میکنن به حیوانات. در اینجا میگه کلاغ به کلاغ، مگس به مگس. یعنی از این معلوم میشه که اینها دینشون ساخته و پرداخته یهود بود، چون کینه داشتن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبدالله بن سبا و جماعتش. توسط همین روایت های ساختگی، فرقه های ساختگی، گروه هایی که درست کردن، اون حقد و کینهشون رو در قالب روایات و احادیث و تفاسیر ظاهر کردن که نمونهشو ما میبینیم. حتی به طور مثال من خدمتتون نشون بدم، در یکی از کتاباشون بصائر الدرجات هست از یکی از علمای بزرگ اینها، بصائر الدرجات صفار، در اینجا در صفحه 441 میگه که امام باقر روایت شده ازش که به جابر گفت که ای جابر، آیا الاغی داری که
تو را از مشرق به مغرب ببره در یک روز. جابر میگه قال قلت یا ابو جعفر، ای امام باقر، جعلنی الله فداک و ان لهذا، از کجا این الاغ بیارم؟ قال ابو جعفر ذلك کان امیر المؤمنین علیه السلام. این الاغ کی بود؟ امیر المؤمنین علیه السلام بود. علی الاغ، علی کلاغ، علی نمیدونم مگس، زنبور. من در یکی از برنامه نشون دادم که دابت الارض بعوزه میگن، یعنی پشه. میگه که در تفسیر نور الثقلین، یک از تفاسیر معروف اینها و دیگر کتاباشون، این روایت در اینجا هست که در مورد ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، خداوند حیا نمیکنه از اینکه برای شما مثل بزنه پشه و آنچه که بالای پشه است. اینجا روایتی رو آوردن میگن که این مسئله است که ضرب الله لامیر المؤمنین، این مسئله است که خداوند در مورد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب زده. فالبعوض امیر المؤمنین، این پشه کیه؟ امیر المؤمنین. و ما فوقها رسول الله، بالای این پشه کی سواره؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. والعیاذ بالله. این دین رافضه‌گری است که اینها براش تبلیغ میکنن. احمد جان، کلیپ رو با هم ببینیم و بعد از اون انشاءالله دوباره برمیگردیم. من باهاتون خداحافظی میکنم. ببینیم کلیپ رو. آیت الله چرتکه از 700 تا 800 855. خب عیب نداره. از 1000 تا 1100 از 1000 تا 1100 عجب سوالی. از 1000 تا 1100 1330. باریکلا چه پاسخ ظریف و کاملی. از 1000 تا 1100 یه لحظه میشه یه بار دیگه سوالتون بگین؟ سوالتون چی بود؟ از 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1111 سال وفات علامه مجلسی. عجب جواب موشکافانه ای. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. راهنمایی کنین یه مقدار بیشتر. میشه سوالتون رو بشکافین؟ حالا 1000 مثلا 1000 و کم پایین تر، 40 و خورد 50 1555. مسلطی به اعدادا، من خوشم اومد. سن شما به نظرم به 50 رسیده و سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا، به مغزش فشار اومده. ایشون الان قبلا از این حرفا زده بود. چرتکه وسیله ای قدیمی است که برای انجام محاسبات به کار می رود. حدود 2300 الی 2700 سال قبل از میلاد مسیح اولین چرتکه توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته است. در طول امپراتوری هخامنشی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح ایرانیان اولین بار شروع به استفاده از چرتکه کردند. در دوره و زمانه ما نیز با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی همچنان نمونه‌هایی از چرتکه خودنمایی می‌کنند. بله بینندگان عزیز گرامی، این یکی از جالبترین کلیپ های شبکه است که راستش من هر موقع این کلیپ رو ببینم برام تازگی داره. دیگه
همونطوری که شاگردش ابوالقاسمی، شاگرد اخراجیش، میگه فشار به چند جا اومد و خلاصه آخر مجبور شد که فرار را برقرار ترجیح دهد. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که همچنان که تا الان در راه توحید و یکتاپرستی سعی و تلاش کردیم در این را ثابت قدم بمونیم. الله سبحانه و تعالی به اون عزیزانی که لله الحمد شرک و خرافات و قبر پرستی رو رها کردن، اونا رو هم در این راهی که انتخاب کردن، راه توحید و یکتاپرستی، صبر و ثبات و پایداری نصیب بکنه. و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی کسانی که هنوزم در شک و تردید هستن یا عناد میکنن، اون راه هم به راه لا اله الا الله محمد رسول الله هدایت بکنه. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که انشاءالله باز هم با آن روی سکه در خدمت شما عزیزان خواهم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.